Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران، مهرآمیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه اول ماه نوامبر سال 2014 میلادی برابر با 10 آبان ماه 1393 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز و خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقه‌مندان خودش امشب از ساعت 12 نیم شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن می توانید برنامه‌های گذشته رو که نشنیدید روی سامانه شخصی من که آرشیو میشن گوش بدید. homasarshar.com. خب چای اول بریزید، بفرمایید سر میز صبحانه بشینید که باهاتون امروز خیلی کار داریم. خب نخست بریم سراغ هوا که پس از ماه‌ها خشکی و خشکسالی دیشب باران رحمتی بارید. البته شب هالووین بود، یه مقداری بساط بچه‌ها و اهالی طرب رو که دوست دارن شب هالووین بیرون بریزن و لباس مخصوص بپوشن و به گردش بپردازن و پارتی بکنن یک کمکی به هم ریخت، ولی ایرادی نداره. نیاز داشتیم به این باران و قراره که مثل این که امشب هم مختصری دیگر بیاد، هرچند که اگر روزهای متوالی هم بارون بیاد هنوز مسئله کمبود آب در لس آنجلس حل نمیشه، ولی خب هر قطره از این باران رحمت است و هوا هم بعد از اون خیلی تمیز و متمدنانه زیباست برای اینکه رانندگی بکنید. صبح که رانندگی میکردم میومدم واقعا از این هوای تمیز لذت فراوان بردم. شما هم یه سری به بیرون بزنید هر وقت فرصت کردید. خب آنچه که از خبرهایی که هفته گذشته شنیدیم و خواندیم و دیدیم در ذهن من مونده، سریع به یک نگاهی بکنیم. اولا در ژنو نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که آغاز شده همچنان به کار خودش برای 2-3 روز ادامه خواهد داد. این نشست برای بررسی گزارش حقوق بشر ایران طی 4 سال گذشته است. از ایران آقای محمد جواد لاریجانی از سوی جمهوری اسلامی به این نشست آمده و اونجا مرتب مثل همان گونه که انتظار میره اعلام میکنه که حقوق بشر در ایران نقض نمیشه، بهترین حقوقها رو اونجا رعایت میکنند و از این قبیل که حرفهای تکراری و دروغهای بزرگی که ما دیگه همش به شنیدن اونها عادت داریم. البته تعدادی از کنشگران حقوق بشر هم اونجا هستند برای اینکه سخنان این جناب رو چالش بکنن. روز گذشته در صحرای موهاوی در کالیفرنیا ویرجین گالاکتیک سپیس شیپ اکسپلورر که از طرف آقای سر ریچارد برانسون که ویرجین اتلانتیک صاحب ویرجین اتلانتیک هست در نخستین پرواز خودش متاسفانه منفجر شد و یکی از خلبانان کشته شد، دیگری به شدت زخمی است و آقای ریچارد برانسون که دوست داشت در این بخش از کارهای فضانوردی و فضایی دستی ببره و
به صورت یه شرکت خصوصی اون رو ارائه بکنه و این پرواز توریستی رو در واقع به فضا برای دیگران مهیا بکنه، در نخستین کار و در نخستین آزمایش متاسفانه شکست خورد، ولی اعلام کرد که دست نخواهد کشید از این برنامه و ادامه خواهد داد. این سرمایه گذاری مشترکی است بین ویرجین گروپ که آقای ریچارد برانسون CEO اون هست و یک مؤسسه سرمایه گذاری متعلق به قطر به اسم آبار اینوستمنت PGS که در هر حال این سرمایه گذاری فعلا مقدار زیادی از پولهایی که گذاشتن به باد رفته و یک کشته هم داده، منتها همچنان ادامه خواهند داد برای رفع مشکلاتی که این فضانورد در واقع یا فضاپیما پیدا کرده بود در نخستین پروازش. در ناسا هم روز سه‌شنبه یک انفجار دیگری روی داد، اون هم باز هم یه سفینه فضایی که به هوا میخواست بره سر ضرب در همون منطقه کشته شد، منفجر شد و البته اون چون سرنشین نداشت کسی کشته نشد، ولی ضرر و زیان مالی زیادی و بعد هم یه مقداری عدم رضایت در بین دانشمندان و محققان فضایی برای اینکه این اتفاق افتاده و بعد جستجو برای پیدا کردن علتش. این دو انفجاری بود که هفته گذشته خیلی سر و صدا کرد و یه عده‌ای رو نگران. میگویم برای اون ویرجین گالاکتیک سپیس شیپ 800 نفر از پیش پول پرداخته بودن، بلیتش رو رزرو کرده بودن که به اون سفرها برن. حالا معلوم نیست چند نفرشون این بلیت‌های خودشون رو پس میگیرن و یا اینکه پشیمون میشن چون از قرار یه ذره هنوز کار مونده. برای نخستین بار آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که در انتخابات مجلس خبرگان نامزد میشه و این چون تکذیب نشده به نوعی تاییدش اعلام شد. بعد از مرگ آیت الله مهدوی کنی رئیس سومی که از آغاز کار مجلس خبرگان یا خبرگان هر کدومش رو دوست دارید به کار ببرید، هر دوش درست هست، آقای هاشمی رفسنجانی که دومین رئیس این مجلس بود و بعد کناره‌گیری کرده بود که آقای مهدوی کنی جاش بنشینه، دو مرتبه اعلام کرده که میخواد نامزد بشه و بیاد به این مجلس. مجله معتبر نیویورکر اعلام کرد که یک دانشمند امریکایی ایرانی تبار به نام دکتر پردیس ثابتی، استادیار زیست شناسی دانشگاه هاروارد، سرپرستی تلاش‌های آمریکا برای خواندن ژنوم انسان و تمام کروموزوم‌های موجود در ویروس ایبولا رو به عهده گرفته که یک پروژه بسیار با اعتباری است و این بانوی جوان که سال‌هاست در مورد او و فعالیت‌هایی که می‌کنه، سفرهایی که به آفریقا می‌کنه، به کشورهای مختلف برای یافتن مسائل و مشکلات مربوط به این نوع بیماری‌های بومی، به حق انتخابش برای چنین پروژه‌ای یک انتخاب درست است چون کار او و تخصص او در این زمین است. خبر دیگری که خیلی سر صدا را انداخت هفته گذشته اعلام مهم پاپ فرانسیس بود که هر هفته که می‌گذرد ما را بیش از گذشته متعجب می‌کنه. آقای پاپ فرانسیس اعلام کرد که بیگ بنگ یا همون مهبانگ، تئوری منشأ آفرینش و قانون تکامل چارلز داروین همه رو قبول کرده و گفته که خداوند جادوگر و یا شعبده باز نیست که با یک حرکت چشم یا با یک حرکت دست دنیا رو بیافرینه و در نتیجه به تئوری بیگ بنگ و تئوری تکامل چارلز داروین باید ایمان آورد و ایشون قبول کردن. البته هر اعلامیه‌ای که پاپ فرانسیس میکنه از طرف خودش مدتی از طرف کاردینال های کاتولیک چالش میشه ولی خب این گام بزرگی است که او برداشته، مثل بقیه کارهای دیگری که کرده از روزی که پاپ شده. در واقع به گفته یکی از دوستان پاپ فرانسیس رو از این جهت انتخاب کردن که یک مقدار زیادی به کلیسای کاتولیک و به مشکلات و مسائلی که کلیسای کاتولیک داشته کمک بکنه، بلکه اعتبار گذشته خودش رو یا حداقل اعتبار بیشتری رو پیدا بکنه.
جایزه انجمن پیشرفت علوم در آمریکا به یکی از زندانیان اوین، یک پسر جوان ایرانی، داده شد. آقای امید کوکبی که دانشجوی 32 ساله فوق دکترای فیزیک بود در دانشگاه آستین تگزاس، در سال 1389 دستگیرش کردن. پس از یک دوره طولانی بازداشت و بازجویی به تام همکاری با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده. همچنان در زندان هست ولی این جایزه به او تعلق گرفته که نشانه این هستش که در زندان‌های ایران واقعا مغزها و افراد نابغه ای رو دستگیر کردن فقط به خاطر اینکه حرفی زدن، نظری داشتند، اندیشه دیگری داشتند و سالهای پربار زندگی اینها رو در زندان با این دستگیری ها و گذاشتنشون در زندان‌های گاه انفرادی از بین میبرن. عنوان برترین مخترع جهان رو هم 2 برادر نخبه ایرانی که در سوئد هستند از آن خودشون کردند، محمد حسن و علی محمدی، که موفق شدند مدال طلا و تندیس افتخار و عنوان برترین مخترع جهان رو در زمینه پزشکی دیجیتال در سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال از آن خودشون بکنند. مخترعانی هستند که قبل از اون هم عناوین و جوایز دیگری رو بردن و در مورد این 2 برادر صحبت بسیار زیاده که چقدر هر دوی اینها در واقع جزو تیزهوشان و نوابغ هستند و اینها همه سرمایه‌های کشور ایرانند که به کشورهای دیگه میرند و برای کشورهای خودشون که تابعیتش قبول کردن افتخار می‌آفرینند. در منطقه خودمون ریاست پیشرفته ترین مرکز درمان ناهنجاری‌های مغز به دکتر فرزاد مسعودی تعلق گرفت و این واقعا این هم یک پست بسیار مهمی است برای جامعه و یک افتخار بزرگ برای جامعه ایرانی در خارج از کشور. در اسرائیل یک خاخام راستگرای اسرائیلی در اثر تیراندازی فرد ناشناسی به شدت زخمی شد، ولی اون فرد ضارب توسط پلیس اسرائیل از پای درآمد، چون از قرار معلوم شخصی بوده که در زندان به سر می‌برده و بعدم از زندان که آزاد شده کماکان به خشونت خودش و تیراندازی ادامه داده و اعلامیه در خبرهایی که گفتند اون خاخام راستگرایی که در اسرائیل تیر بهش خورده او صدمه دیده ولی زنده است، ولی قاتل رو به قتل رسوندن و به مجازات رسوندن. دیدبان حقوق بشر هم اعلام کرد که شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش در عراق و در حدود 5 ماه گذشته جمعاً 600 زندانی رو در شهر موصل فقط در شمال عراق اعدام کردند و این شمار کشتنها، کشتارها، اعدامها داره روز به روز بیشتر میشه و نظر جهانیان و حتی این گروه ائتلافی که به مبارزه و با این گروه داعش پرداختن رو جلب میکنه، ولی اونها هم همچنان به خشونت خودشون ادامه میدن. در پاریس هم خبر بازگشایی موزه پیکاسو که 5 سال بود برای تعمیر بسته شده بود، یک خبر هنری دیگری بود که اعلام شد و فرشاد خانم میگه ما بریم و برگردیم. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم. برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24. If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com. Our Melody Productions proudly presents
Las Vegas 2014 Hard Rock Hotel and Casino at the Joint. Thursday, December 25th with Orange. Band. Thursday, December 25th, Orange and 25 Band live in concert in Las Vegas. Hard Rock Hotel and Casino at the Joint. برای اطلاعات و رزرویشن با تلفن 818 536 7376 تماس حاصل فرمایید. 818-536-7376. الو، منتظر تلفنت بودم. دارم میام آفیس. هرچه زودتر بهتر، چون امروز تو دفترمون نهار داریم. راست میگی؟ عین واقعیت میگم. عزیزم، یادت اون شب که از طعم فلافل و کوکوهای آماده صدف لذت بردی؟ بهت قول دادم که سایر غذاهای آماده صدف رو بخرم تا امتحان کنی. آره یادمه. الان همه رو تو دفتر داریم، از چلو خورش قرمه سبزی با گوشت و چلو خورش فسنجون تا چلو کباب کوبیده و چلو با جوجه کباب آماده مصرف صدف که با نظارت USDA تهیه میشن. امروز اینجا مهمونیه. عزیزم همه‌شون رو گرم کن، من تا چند دقیقه دیگه میرسم. میبینی چقدر تازه و خوشمزن؟ مثل همیشه طعم غذاهای آماده صدف لذیذ و خالص و خونگیه. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. They're just pictures. Why would somebody take pictures of Vicky and LA and put them on my car, John? فیلم سینمایی فرشته نگهبان. I got this call from a worried Persian mother. Her daughter is half Persian, half American. She's in LA for a few more days. We need someone to keep an eye on her. Guardian Angel. فیلم سینمایی فرشته نگهبان. کاری از واهیک پیرهمزه‌ای با حضور هوشنگ توزی و چهره‌های معروف هالیوود. از همکنون در اورنج کانتی. در سینمای ادواردز وست پارک در شهر ایروان. You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. KIRN. Radio Iran. Radio Iran. بازتاب خبر. خب یاران، در یکی دو هفته گذشته خبر اعدام ریحانه جباری، بانویی که در زندان به سر می برد به مدت 6 سال به دلیل قتلی که انجام داده و اون قتل دفاع از خودش در موقع تجاوز به عنف اعلام شده بود، نهایتاً به دلیل اینکه اولیای دم او رو نبخشیدند اعدام شد. و این اعدام و داستان ریحانه در یکی دو هفته گذشته بیش از همیشه، ولی ظرف 2-3 سال گذشته برای جامعه ایرانی در خارج از کشور بیش از داخل کشور به نظر من هیجان و توجه زیادی رو برانگیخته بود و من دوست داشتم که در این زمینه با یک متخصص در این مورد، متخصص روانشناسی جمعی و روانشناسی فردی، خانم دکتر نهضت فرنودی که چهره آشنا هستن برای همه شما و دوست این برنامه و ما مرتب مزاحم ایشون میشیم برای گرفتن نظریاتشون، خواهش کنم که با ما در این زمینه صحبت بکنن. خانم دکتر فرنودی رو همه شما دوستان میشناسید، سالها تقریبا حدود 3 هست که در جنوب کالیفرنیا، در سن دیگو، در اورنج کانتی و در لس آنجلس به کار روان درمانی کلینیکی میپردازن و علاوه بر اون جزو نخستین روانشناسانی هستند که روانشناسی رو به رسانه‌های عمومی آوردند و با برنامه‌هایی چون نگاهی به درون در رادیو امید و رادیو امید ایران و تلویزیون‌های ماهواره‌ای یکی از معتبرترین دیدگاه‌های روانشناسی را برای جامعه ایرانی خارج از کشور و همینطور در سراسر جهان، حالا که از طریق ماهواره به داخل کشور ایران و جاهای دیگه میرن، به وجود آوردند و همواره شنیدن نظریات و نقد خانم دکتر فرنودی برای ما مغتنم هست و سپاسگزارم که امروز هم به ما وقت دادن. خانم دکتر فرنودی، صبح شما بخیر. صبح شما و
شنوندگان بسیار برنامه خوب شما بخیر. ممنونم. خانم دکتر فرنودی، چه گونه برای من جالبه، میدونم برای بسیاری از شنوندگان ما هم جالبه، به عنوان یک روانشناس و یک متخصص در این زمینه به ما بگه چه اتفاقی میفته که یک دفعه یک هیجان جمعی و گروهی ما رو برای یک موضوعی میگیره و یک موضوع دیگه نمیگیره؟ چی میشه؟ چه ویژگی هایی باید این رویداد داشته باشه؟ مثلا همین قضیه ریحانه جباری، کسی نیستش که در مورد اون نظر نداشته باشه، حرف نزده باشه، دنبال نکرده باشه. در این حال مثلا همزمان با اون ظرف 1-2 ماه گذشته آقایی به اسم محسن امیراصلانی رو اعدام کردن در ایران به دلیل فقط اندیشه دیگری که داشته و دیگر اندیشی و گفتن کفر گفته بدین و هیچ خبری در خارج از کشور حتی یا هیچ هیجانی، هیچ واکنشی پیدا نشد. چرا؟ این تفاوت نگرش به این دو قضیه چگونه است؟ بله، من خاطرم هست میشل فوکو، این فیلسوف معاصر فرانسوی که همین چند سال پیش فوت کرد، وقتی که انقلاب ایران رخ داد، میشل فوکو یک نکته‌ای رو مطرح کرد که شاید اون موقع که ما ابتدای جریان دگرگونی‌های ایران بودیم به اهمیت این مسئله پی نبردیم و اون این بود که فوکو گفت وقتی که این هیجان یا این شیدایی جمعی در ایران مشاهده شد، تقریبا نبودند متفکرینی در دنیا که متحیر نشده باشند از این جریانی که با این سرعت و شدت و وسعت رو آمد بر علیه رژیم سابق. حالا او نکته رو اشاره کرد، گفت به نظر میرسه که جریان‌هایی که ریشه در ضمیر ناخودآگاه جمعی یا کلکتیو سابکانشس یک ملت داره، وقتی که به اصطلاح تب میشه یا تلنگر میخوره، این خیلی سریع گسترش پیدا میکنه و خیلی قوی در میان مردم اون قوم یا جمع یا ملت هیجان میآفرینه. در مورد به اصطلاح اعدام ریحانه، من فکر میکنم که به طور کلی در ناخودآگاه جمعی ما ایرانیا 2-3 چیز، البته در بین زنان به یه شکل دیگه، در بین مردان به یه شکل دیگه، مثل که مسائلی که ناموسی هست و ربط به ناموس داره یا تجاوز به ناموس داره یا دفاع از ناموس داره، خیلی ریشه داره. یعنی در ناخودآگاه جمعی ما مثل که خیلی عمق داره و این یک در واقع تلنگریه که به اون قسمت. من یک جمله، اولا این حادثه خود منو 1 روز بیمار کرد و خب من یه موقعی وقتی اینقدر نسبت به یه چیز تأثیر میپذیرم، کاری که میکنم اینه که خودم رو روی اخبار میبندم. یه شیوه خودخواهانه هست ولی به هر حال شیوهی که منو مریض نمیکنه، بیمار نمیکنه، تدافعی هم. بله دقیقاً. ولی یه جمله من روی فیسبوک گذاشتم، تا به حال این همه مطالب که من رو فیسبوک گذاشتم در زمان کوتاه با این به اصطلاح وسعت پخش نشده بود و من دیدم که مثل اینکه خانم ها، یعنی فکر کنید به عنوان یک زن ایرانی شما فکر میکنید یعنی موضع گیری میکنید، به خصوص جمله‌ای که مادر ریحانه اشاره کرد که میدونید پیام این قتل چیه؟ پیام این ماجرا اینه که اگر به شما خواستن تجاوز کنن از خودتون دفاع نکنید. این یک جنبش مسئله ناموسی بودن اونه. جنبه دیگهش من فکر میکنم اگرچه در حال کمون و خاموشی یک روبی از جانب به اصطلاح
امنیتی ها در ایران به دنبال اون قتل‌های زنجیره‌ای، به دنبال فجایعی که در زندان می‌آفرینند و غیره، یک رعب و وحشتی به وجود آمده که درسته که موضع‌گیری‌های جمعی بر علیه اونا نمیشه، ولی ربط این که این به اصطلاح متجاوز از امنیتی ها بود هم باز یه دریچه‌ای رو برای ابراز خشم و اظهار نظر مطرح میکنه. در یکی از ایمیل هایی که برام آمده بود که اعتبار اون رو نمیتونم تایید یا تکذیب کنم، نوشته بود بزرگترین تلاشی که امنیتی ها کردن در این که در وسایل ارتباط جمعی یا سوشال میدیا دفاع از این اعدام بکنن به صورت چهره‌های ظاهراً واقعی در تاریخ تلاش‌های امنیتی ها بی سابقه بوده. متوجه است. خب این نشون میده که از این طرف معترضین و اونهایی که دلشون درد آمد چقدر واکنش نشون دادن که اونها مجبور شدن، اگر این ایمیل درست باشه، اونها مجبور شدن که یک مدافعین خیالی و غیر واقعی در برابرش به اصطلاح به وجود بیارن. ولی خانم سرشار، فکر میکنم یه چیزی که خیلی خیلی خزنده تو ماجراهای ایران ما داریم میبینیم این هست که وقتی انقلاب اتفاق افتاد، آقای خمینی و دستاندرکاران حکومتی احتیاج داشتند که زنان در صحنه‌های سیاسی حضور داشته باشند. زنان شهرنشین خیلی زودتر صحنه‌های سیاسی رو ترک کردن به دلیل یأسی که تجربه کردن که خب همه ماها جزء اون دسته احتمالاً میتونستیم باشیم. بنابراین برای حکومت مطرح بود که زنها رو در صحنه نگه داره. به این ترتیب هست که اولین حکم ولایتی آقای خامنه‌ای برای سرپیچی زن سنتی از سنت دیرینه که اطاعت از همسرشه صادر میشه. وقتی اون میگه شما برای شرکت در نماز جمعه به یک فریضه دینی و به اجازه همسران نیاز نداره. خب این اولین باره. اگر رضا شاه زن شهری و زنی که آماده بود تا با معیارهای زنان در جهان روز هماهنگ بشه به صحنه‌های اجتماعی آورد، در انقلاب اسلامی بود که آقای خمینی با یک فتوا زن سنتی رو به صحنه‌های اجتماعی آورد. حالا هر چه بود، در هر نقشی که بودن، به هر حال زنان بسیجی شدن، زنان پشت فرمون نشستن، زن سنتی رو میگم، اسلحه به دوش گرفتن، در اداره ها وایستادن، زنان دیگر رو تجسس کردن. به هر حال خواسته و نخواسته حکومت قصدش این نبود، ولی خواسته و نخواسته زن سنتی هم توانمند شد، ایمپاورد شد و به نظر میرسه که حاصلش همینه که میبینید دانشگاه ها پر از زنان، ادارات، زنان در صحنه‌های تجارت خیلی پیشرفت کردن و مثل اینکه حالا پس از احساس ثبات حکومت این جنی رو که از بطری آورده بیرون میخواد دوباره بکنه تو بطری. از نمونه‌هاش چیه؟ حالا یه آقای دیگه جانشین آقای خمینی فتوا میده که بهترین کار برای زنان بچه دار شدن تو خونه موندنه. بعد جلو تعداد بچه رو باید زیاد کنید. خب یه زنی که بخواد 4 تا 5 تا بچه بزاد یعنی عمدن باید از صحنه اجتماعی بره بیرون. و بعد اون وقت نشونش اینه که خب به طور غیر قانونی خب سقط جنین رو، یعنی چویس دیگه مطرح نیست، آقایون نمیتونن عقیم کنن خودشونو، یعنی مسئله تولید مثل و بردن زن تو اون مدل. بعد دیگه نمونهش اسید پاشی هاست. نمونهش اینه که هر وقتی که تنگشون میاد به هر دلیلی به زن و حجاب زن و جلوه های حجاب زن و غیره به اصطلاح اشاره میکنن و من فکر میکنم این یک جریان خزنده هست که زن سنتی توانمند شده که حالا دیگه به شکلی که دیگه مثل زن متجدد نمیشه او رو غرب زده یا تحت تاثیر نمیدونم فحشا، بلکه حجابش هم خیلی هم خوبه، دوتام سرش میکنه، مقنعه میذاره، اما یک
هویت مستقل پیدا کرده. من فکر میکنم که این حکومت به هیچ عنوان تحمل اینو نداره. یعنی در یک جای وجودش شاید عربستان سعودی رو خیلی بیشتر دوست داره که زن هنوز باید رانندگی هم نکنه و مقامات هم. یکی از تنگناهاش همین جریان محدود کردن رشته‌های تحصیلی برای زنان، پایین آوردن ظرفیت گزینش زنان در دانشگاه. حالا من فکر میکنم که یه همچین جریانی رو شاید پژوهشگران یا خبرنگاران دقیق و با سابقه مثل شما اگر دنبال کنن، شاید این حرف من خیلی بی ربط نباشه. نه، حرفتون روشنگرانه بود خانم دکتر فرنودی مثل همیشه و من یه شخصا پاسخ خودم از شما گرفتم. ممنونم از اینکه در همیشه در این وقت کوتاهی که داریم شما واقعا این موضوع بسیار حساسی رو به این زیبایی از آغاز تا انتها میرسونید برای شنوندگان ما و اون ماها رو ارشاد میکنید در این زمین ها. من دیگه شامل لطف شما که همیشه هستم. خواهش میکنم. خانم دکتر نهضت فرنودی، سپاسگزار شما هستم. خدا کنه این دفعه دیگه خیلی از این بچه ایراد نگیرن. سلام خانم. سلام. تازه چه خبر؟ من به شما گفتم که این بچه سر کلاس حرف گوش نمیده، همش بازیگوشه و سر به هوایی میکنه. پس چرا کاری نکردین؟ وا خانم معلم، من اون روز بعد صحبت شما بچه رو بردم پیش دکتر، گفت ممکنه ADHD باشه و الانم مدتی که داریم دارو مصرف میکنیم، ولی میبینید که نتیجه نداشت. تجربه به من ثابت کرده خیلی وقت مشکلات دیگه‌ای وجود دارن که علامت‌های مشترک دارن. شما به یه دکتر رادیولوژیست نیاز دارین یا پزشک شنوایی با تخصص آدیتوری پروسسینگ دیسوردر. اون میتونه با انجام آزمایشات لازم قدرت شنوایی و توانایی درک این بچه رو تشخیص بده و درمان کنه. پیش کی باید برم؟ خانم دکتر شهرزاد کهن، دکتر متخصص اختلالات شنوایی و ادراک هستن. ایشون با آزمایش‌های دقیق اطلاعات درست رو در اختیارتون میذارن تا پسرتون مداوای درست رو بگیره. تلفن خانم دکتر شهرزاد کهن رو بنویسید: 818 989 9001. پس گفتین 818 989 9001. عضو 08 ایرانیانم هستن. سلام، دکتر برنا هستم، دارای بورد تخصص در جراحی لثه آمریکا با بیشتر از 15 سال سابقه کار. خوشحالم به اطلاع شما برسانم که در مطب من ایمپلنت هایی که استفاده می شود از آمریکا، سوئیس و اسرائیل وارد می شود و لایف تایم گارانتی دارند. من هم ایمپلنت های گذاشته شده را گارانتی می کنم. آیا ایمپلنت های ارزان چینی $300 هم این گارانتی را به شما می دهند؟ آیا دکترای دیگر به شما این اطمینان را می دهند که اگر ایمپلنت شما ایراد پیدا کرد و یا نگرفت به طور رایگان برایتان ترمیم و یا تعویض کنند؟ پس لثه ها و دندان های خود را قربانی ایمپلنت های ارزان و دکترهای بدون تخصص نکنید. کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725. مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان می باشد. با شماره 310 553 1583 310 553 1583 تماس بگیرید. الو، منتظر تلفنت بودم. دارم میام مافی. هرچه زودتر بهتر، چون امروز تو دفترمون نهار داریم. راست میگی؟ عین واقعیت میگم عزیزم. یادت اون شب که از طعم فلافل و کوکوهای آماده صدف لذت بردی؟ بهت قول دادم که سایر غذاهای آماده صدف رو بخرم تا امتحان کنی. آره یادمه. الان همه رو تو دفتر داریم، از چلو خورش قرمه سبزی با گوشت و چلو خورش فسنجون تا چلو کباب کوبیده و چلو با جوجه کباب آماده مصرف صدف که با نظارت USDA تهیه میشن. امروز اینجا مهمونیه. عزیزم همه‌شونو گرم کن، من تا چند دقیقه دیگه میرسم. میبینی چقدر تازه و خوشمزن؟ مثل همیشه طعم غذاهای آماده صدف لذیذ و خالص و خونگیه. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شنوندگان ارجمند، گالری نقاشی ایمپرشنز، نمایشگاه آثار نقاشی دکتر شهین صراف در دشتی را در روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم نوامبر از ساعت 1 تا 9 بعد از ظهر در المپیک کالکشن برگزار خواهد کرد. www.shahinart.com. نمایشگاه آثار نقاشی دکتر شهین صراف در دشتی در المپیک کالکشن، روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم نوامبر. KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. تازه چه خبر؟ خب یاران، در این بخش از برنامه به دلیل اینکه روز 4 ماه نوامبر سه‌شنبه هفته آینده روز رایگیری نزدیک هست، به دیدار و گفتگویی با خانم ندا بلورچی می نشینیم که رئیس بخش عضویت و منشی اتحادیه زنان رای دهنده لس آنجلس هستند و یک بانوی ایرانی که در زمینه رای دادن با خواسته خودشون و با توجهی که به مشکل اساسی جامعه ایرانی در این که اصولاً در رای دادن ها زیاد شرکت نمی کنند، از سال 2009 تا به امروز درگیر این قضیه شدن، به صورت داوطلبانه وارد میدان رایگیری ها شدن برای اینکه جامعه ایرانی رو با این مسئله مهم و رکن اساسی دموکراسی در کشورهای آزاد جهان آشنا بکنند و این کمک رو و در واقع واسطه و میانجی باشند بین بخش رایگیری و جامعه رای دهنده. از ایشون میخوام پرسش بکنم، ضمن اینکه سلام میکنم خدمتشون، که چگونه باید ما جامعه ایرانی رو به سوی اینکه هرچه بیشتر رای بدیم راهنمود بکنن. خانم ندا بلورچیان، صبح شما بخیر. خیلی ممنون، صبح شما هم بخیر. خسته نباشین. میدونم که این روزها فعالیتاتون از روزهای دیگه بیشتره به دلیل نزدیکی روز رایگیری و رای دادن 4 نوامبر، ولی در کارنامه شما از سال 2009 موقعی که به عنوان یک داوطلب در پست ها و یا مراکز رایگیری آقای اوباما شرکت داشتین تا به امروز، بخش ها و کارها و فعالیت های مهمی که کردین بسیار چشمگیره و واقعا جای سپاس داره برای اینکه اینقدر توجه کردید به این کمبود مسئله و یا این نقص در واقع موجوده در جامعه ایرانی. چه به نظر شما جامعه ایرانی چرا رأی نمیده و چه کار باید کرد که بیش از این حضور داشته باشن در صحنه‌های رأی‌گیری؟ اولا که خیلی ممنون، مرسی که به من این موقعیت رو دادین که بتونم با شما و با شنوندگان صحبت کنم. من از صحبت‌هایی که با مردم میکنم، چون جاهای مختلف میرم که مردم رو انکارج کنم که رای بدن، به کلاس شعر رفتم، به هر جایی که فکر میکنم که مردم بخوان که به حرفای من گوش کنن. بله. و همینطوری اولین جوابشون که خب مسلماً اینه که چرا رای بدم. این هیچ اثری روی زندگی من نداره و من توی آمریکا دارم زندگی میکنم و اینا هیچ قوانین، هیچ ربطی به من نداره. این مملکت خودشونه، قوانین خودشونه و خیلی ها نه فقط این افکار رو دارن، بل اینکه حتما هم فکر میکنن که یه مقدار کارهای درست حتما اتفاق پیدا میکنه توی دولت و اصلا چرا آدم باید رای بده؟ به خاطر اینکه اینا که کار خودشون رو انجام میدن، چون یه مش آدم پولدار پشت این قوانین هستن و این کار رو انجام میدن و مردم هیچ نفوذی ندارن. متاسفانه ممکنه که در بعضی جاها و در بعضی مواقع این درست بوده، ولی در هر مملکتی ممکنه که این اتفاق بیفته و من متاسفانه فکر میکنم که مردمی که نمیخوان رای بدن برمیگردن به گذشته خودمون در مملکت خودمون و با مشکلاتی که داشتن و این رو میخوان که مقایسه بکنن با اتفاقاتی که در آمریکا میافته. این درسته، بله، در همه الکشن ها کاندیدها رو سپورت میکنن ارگانیزیشن های بزرگ، ولی در هر مملکتی خوب و بد هست، قوانین خوب و بد هست، آدم های خوب و بد هست و امید من اینه که آدم های خوب بهترن و آدم های درست کار بهترن و من با این امید همیشه پیش میرم و سعی میکنم که بهشون بگم که این یک قدرت و یه رایتیه که به ما داده شده به عنوان یک سیتیزن و حیفه که ما از این
رأی ما و این فرصت استفاده نکنیم، به خاطر اینکه ما فقط اون منتالیتی که قبلا داشتیم که خب حالا اومدیم اینجا چمدونمون رو باز میکنیم ببینیم که برمیگردیم. این 30 سال پیش بود. حالا که این همه مدت گذشته و ما دیگه مهمان نیستیم، نشستیم اینجا و دیگه سیتیزن شدیم و ما پاره از این جامعه هستیم، باید کار درست رو انجام بدیم. اگر یکی دیگه نمیکنه چرا ما نکنیم؟ ما به عنوان یه ایمیگرنت پاپولیشنی که اومدیم اینجا، ما باید صدامون رو بلند کنیم برای اینکه اتفاقاتی که توی شهرمون توی کانتی میفته، همه این قوانین چون ما اینجا زندگی میکنیم نفوذش هم روی زندگی روزمره مام هست. چطور میشه آدم فکر بکنه که قوانینی که داره اینکت میشه و درست میشه برای مردم ولی برای اونا کمکی نمیکنه، برای اونا نیستش، چون ما داریم اینجا زندگی میکنیم. ببینید یکی از مشکلات و مسائلی که شاید برای جامعه ایرانی وجود داره اینه که شاید اصلا خوندن اون بلت‌های رای دادن به زبان انگلیسی براشون سخته. من میدونم که شما در این زمینه کوشش کردین و شاید لس آنجلس اولین شهری است یا تنها شهری، شما توضیح بدین که ما این دفترچه‌های رای دادن رو به زبان فارسی هم ترجمه کردن. به دوستانی که علاقه‌مندن رای بدن ولی امکان خواندن یا نوشتن یا فهمیدن انگلیسی رو ندارن، میتونین توضیح بدید که چگونه میتونن دسترسی به کتابچه رای به زبان فارسی پیدا کنن؟ خانم بلوچیان. بله حتما. من خیلی افتخار میکنم برای اینکه من 1.5 سال روی مسئله کار کردم. من برای اینکه از اولی که پول ورکر شدم و بعد اینسپکتور برای الکشنز، توی کارم میدیدم که من خب یه بایلینگوال اینسپکتور بودم. اینسپکتور مثل حالت کسی است که یه منیج میکنه الکشن رو توی اون روز و مردم ایرانی وقتی که می اومدن، من متاسفانه خب نمیتونم بهشون بگم به کی رای بدین و این چیزهایی که دارین روش رای میدین چطور چی هستش. فقط میتونستم بهشون بگم که خب این رای رو باید اینطوری بکنین توی ماشین و برین اونجا وایسی و این کار رو بکنین. و همین دیدم که یک احتیاج خیلی زیادی هست و من خب برای الی کانتی چون زندگی میکنم میخواستم این کار رو انجام بدم. بر همین با کانتی رجیستر ریکوردرز آفیس من پروپوزال نوشتم و قبول شد و خیلی افتخار میکنم که الان توی الی کانتی اگه شما تشریف ببرین توی کانتی رجیستر و ریکوردرز آفیس که وبسایتشون هست www.lavote.net. شما اگر اینستراکشنی که من میتونم بدم بهتون و بعدم اگه خواستین من میتونم بهتون بدم که توی وبسایتشون هر جا که هست باشه این اینستراکشن. اگه شما برین توی voting and elections، بله، بعد voting options and information، بله، زیر sample ballot یه جایی نوشته access my sample ballot. و شما وقتی که شماره خونتون رو میذارین، فقط هم شماره خونه است، بعد اسم خیابونتون رو میذارین بدون اینکه بنویسین Avenue Boulevard Street، فقط اسم خیابونتون رو میذارین. sample ballot بوکلت شما که اون بوکلتی هستش که همونطور که پست کردن، مثلا 2 هفته پیش پست کردن برام. بله exactly. که پشتش هم جایی که میتونین برین رای بدین رو می‌نویسه. بله. اون رو اگر شما بخواین که ببینین به فارسی الان موجود هستش. برای اینکه کانتی ریکوردرز نگاه کرد به جاهایی که پاپولیشن ایرانی زیاد هستش و دید که این احتیاج هستش که این به فارسی ترجمه بشه و این کار رو کرده. چه کار جالبی، دست شما درد نکنه بابت این زحمتی که کشیدید، چون میدونم خیلی مهمه خوندن و فهمیدن این دفترچه رای برای اینکه قوانینی که میخوان و یا لوایحی که میخوان بگذرونن کار آسونی نیست، حتی برای کسانی که انگلیسی صحبت میکنن، چون تمام به قول به زبان انگلیسی وردینگش و یا نوشتنش واژگانی که به کار میبرن واژگان قانونی بیشتر و فهمیدنش سخته و این کاری که خانم ندا بلورچیان کردن برای جامعه ایرانی بسیار ارزنده است.
من سپاسگزارم از شما بابت این زحمتی که کشیدین و در نتیجه دوستانی که میخوان که روز چهارشنبه رأی بدن بسیاری از قوانین و لوایحی که الان دارن، قوانین که هنوز قانون نشده، لایحه‌هایی که الان دارن و یا پیشنهادهایی که دارن میدن در زندگی تک تک ما میتونه اثر بذاره. در نتیجه خواهش میکنم این راهنمایی که خانم بلورچیان کردن به www.lavote.net به این سامانه تشریف ببرید و بعد voting and election، بعدش آپشن و بعد سامپل بالت، شماره منزلتون و شماره اسم خیابون رو فقط بنویسید و اون کتابچه میاد، انتخاب زبان میکنید و زبان فارسی رو میتونید اونجا پیدا بکنید به همت خانم ندا بلورچیان و میتونید که از محتوا و مفهوم تمام لوایحی که قرار است برای اونها رأی بدید مطلع بشین. بله خانم سرشار عذر میخوام، فامیلیم بلورچیه. بلورچی خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. اشکالی نداره. بله خانم ندا بلورچی تصحیح میکنم، یک دوست دیگر نازنین دارم بلورچیان با او اشتباه کردم و با پوزش از شما تصحیح میکنم. بانوی محترمی که مهمان برنامه من بودن خانم ندا بلورچی که هم کارهای حقوقی میکنند و همینی که میانجی حرفه‌ای هستند، در واقع پروفشنال میدییتر هستند و بعد هم در کارهای دیدین که در کارهای داوطلبانه چقدر زحمت کشیدن برای جامعه ما و بعد ما پاسخ این زحمت ایشون رو با رأی دادن روز 4 نوامبر بدیم. بله انشالله. خیلی هم ممنون از شما خانم ندا بلورچی. خواهش میکنم. مرسی. خدا نگهدار. من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. با استفاده از آخرین تکنولوژی املاک شما برای دنیا عرضه خواهد شد، نه فقط لس آنجلس و هومه. برای جزئیات بیشتر با من مهرداد بحری تماس بگیرید. شماره تماس تلفن مهرداد بحری مشاور با تجربه شما 310 447 77 77 310 447 77 77. مهرداد بحری ریلتور 310 447 77 77 310 447 77 77. DRE license 01035809. برای نخستین بار در لس آنجلس صدای نسل جوان حامد نیکپی. کیستم گفتم منم غلامده، به همراه رقص بی بدیل شاهرخ مشکین قلم. در ویلشر ایبل تیاتر یک شنبه 16 نوامبر. لطفاً برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و سایت ticketbloom.com مراجعه فرمایید. 818 640 82 60 818 640 82 60. ویلشر ایبل تیاتر 16 نوامبر. حامد نیکپی و شاهرخ مشکین قلم. شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب. جان. بازم شمایی؟ ما همیشه ماییم. هنوز خوشحالید با برنج دونار؟ خوشحال؟ تازه خوشحالترم شدم. چطور؟ آخه قضیه 2 تا 1 شده. 2 تا 1؟ یعنی چه؟ آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیل دیپلشن. عزیزم دیپریشن همون اعلام کرد هر کی 2 تا کیسه برنج پاشنه بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره 1 کیسه مرجانی میبره. واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاده. چون که صدف بدجوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد عقب. وانت برای چی؟ آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شادی بشه. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
قابل توجه افراد جویای کار در رادیو ایران 670 AM در نظر دارد 2 مجری مسلط برای بخش خبری و برنامه ورزشی هفتگی خود به صورت نیمه وقت استخدام نماید. شرایط استخدام برای بخش خبر: تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی و توانایی در اجرای برنامه‌های خبری به صورت زنده و آگاهی از رویدادها و تحولات سیاسی ایران و جهان. و اما شرایط استخدام برای اجرای برنامه ورزشی: داشتن تسلط کامل بر زبانهای فارسی و انگلیسی، تسلط بر رشته‌های مختلف ورزشی به ویژه ورزش ایران و آمریکا و توانایی در اجرای برنامه‌های زنده ورزشی. متقاضیان محترم می‌توانند امروز شنبه اول نوامبر با حضور در بازار کاریابی در انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 بلبوآ بولوارد از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر رزومه خود را ارائه و یا حداکثر تا 14 نوامبر به ایمیل resumes@670amkirn.com ارسال نمایند. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. KIRN. Radio Iran. Radio Iran. یک کلام بشنو از اطرت خانم. یاران قبل از اینکه به شمال کالیفرنیا بریم با اطرت خانم سلام علیک و گفتگوی داشته باشیم، توضیح بدم که تلفن‌های زیادی میگیریم برای اینکه بعضی از خطوط قطع و وصل میشن. خواستم به اطلاع همه عزیزان برسونم یارانی برنامه که قسمت فنی مشغولن دارن رسیدگی میکنم اینم مشکل از کجاست، احتمالاً از باران دیشب بوده و در اولین فرصت این رو تصحیح میکنن. محبت کنید دیگه تلفن نکنید، فقط یک کمکی صبر داشته باشین و صبوری برای اینکه این مشکل رو دوستان ما بتونن حل کنن. ممنونم از لطفتون. بریم به شمال کالیفرنیا. خانم اطرت خانم گل، صبح شما بخیر. قربان شما. خوبید که انشالله ما خوبیم. ممنونم. بله شما در چه حالین؟ این برنامه هفته گذشته شما خیلی دیگه دوستان رو مشغول کرده بود و سر صدای فراوان انداخته. 2 هفته پیش شما در مورد مجلس ختم در لس آنجلس. امروز می‌خوایم چیکار کنیم؟ امروز به اصطلاح رده خودمون میخوام برم. بفرمایید. نه مال خودم، همونایی که بیشتر آشناهای خودمون. بله دایره دوستان. بله. استاد فرهیخته. از زمان جوانی و بچه سالی همیشه وقتی کلمه استاد رو میشنیدم حالی به حالی میشدم. از این کلمه خیلی خوشم میومد، به خصوص که پدر بزرگم وقتی بچه 5-6 ساله‌ای بودم یه اسباب بازی جالبی برام خریده بود به اسم اوستا علی بنا. اسباب بازی یه میمونی بود که دست و پاشو به 4 تا تکه کش بسته بودن، کشا رو به یه چوب دیگه بسته بودن و وقتی شما چوب و بالا پای میبردی میمونه تاب میخورد و حرکات خیلی جالبی میکرد. من عاشق این استاد میمون بودم. بعدها که بزرگتر شدم سلمونی پدرم هفته 1 بار به خونه میومد و موهای پدرم رو اصلاح میکرد. پدرم همیشه پیش از این که اون به خونه بیاد سفارش میکرد که مواظب باشیم برای استاد علی حتما بعد از اینکه کارش تموم شد شیرینی و چای بیاریم. من این استاد علی رو خیلی دوست داشتم. پیرمرد خوش اخلاق و بذلگویی بود و همیشه وقتی بعد از اتمام کارش برای شیرینی و چای میبردن دور از چشم مادرم به ما از شیرینی‌های خودش تعارف میکرد. اما استاد دیگه‌ای بود که ما دختر بچه‌ها از اون خیلی نفرت داشتیم. میگفتن در قسمت پایین شهر که دکتر کمیابه این استاد پسرای همسن سال ما رو ختنه میکنه. ما در اون سن معنی ختنه رو نمیفهمیدیم. مادر بزرگم سعی داشت با زبان بی‌زبونی معنی ختنه رو به ما بفهمونه. گاهی میگفت این استاد سنت کردنه، بازم معنی سنت کردن رو نمیفهمیدیم. بالاخره با کنجکاوی‌های بسیار فهمیدیم که این استاد در پایین شهر یک جایی پسر بچه‌ها رو میبره که خیلی دردناک. این استاد برادر زهرا خانم مستخدم منزل خودمون بود. به همین دلیل از اون میترسیدیم و خیلی هم از اون بدم میومد. هر وقت اونو میدیدم به زهرا خانم که خواهرش بود میگفتم من از استاد محمد بدم میاد. وقتی علتشو میپرسید میگفتم میترسم مال منم ببره و اون با قشقش خنده میگفت نه جانم تو جایی نداری که اون ببره، بریدن مخصوص پسر بچه‌هاست. اما باز نمیدونستم چرا بعضی وقتا به کسی که کاری رو خراب میکرد استاد میگفتم، مثل اینکه استاد واقعا گند زدی، یعنی که این آقا استاد خرابکاریه، یا در دروغ گفتن استاده، یا استاد خبرچینیه. یا هر وقت لوله فاضلاب میگرفت مادرم میگفت
برید سراغ استاد ابراهیم که بیاد و لوله فاضلابو باز کنه. کارش از همه بهتره. اما از این استاد فاضلاب بدم میومد چون بوی خیلی بدی میداد. در سنین کودکی هر وقت به رادیو گوش میدادم یا تلویزیون میدیدم بعضی اوقات از استادان صحبت میشد یا خود استاد در رادیو صحبت میکرد. نمیدونستم فرق این استاد با استاد علی برنامه‌مون اسباب بازی خودم چیه، چون هر دو استاد بودن و هر دو آدم هیچ فرقی با هم نداشتن، به نوعی باعث سرگرمی مردم میشدن. با این همه به استاد علاقمند شده بودم. دلم میخواست استاد باشم، ولی استاد فرهیخته. البته زیاد لغت جالبی هم نیست، چون امروزه همه را استاد خطاب میکنن یا استاد فرهیخته. در بچگی فکر میکردم که استاد فرهیخته از کلمه پرهیخته میاد، چون اکثر استادان مورخته هستن. البته استاد فرهیخته شدن به این آسونه نیست. معمولا بعد از مرگ استادان فرهیخته میشن. استاد فرهیخته بودن نه سواد و نه به سواد و مدرک علمی هم اصلا مربوط نیست. اگه شما دوست سرشناس معروفی در رسانه ها داشته باشید، مثل موقعیت الان من که ممکنه هما جون ملت دوستی به منم لغات استاد فرهیخته بدن. بله، تصمیم داشتم از چند وقت دیگه شروع کنم. بله. یا اگه احتمالاً کمک مالی به مؤسسه کرده باشید و شرط و شروط بذارید، هفته بعدش یا حتی 2 روز بعدش به شما درجه استادی، اونم استاد فرهیخته میدن. من وقتی اعلان ختمای اشخاص رو میبینم متوجه میشم که از بی‌سوادترین اونا به عنوان استاد فرهیخته نام میبرن حرص میخورم که من که کور سوادی دارم چرا استاد نباشم و لغت فرهیخته رو نگیرم. باید بمیرم تا استاد بشم. واقعا بدم نمیاد بمیرم تا روی این سنگ قبرم استاد فرهیخته بنویسم. در این روزگار همه استاد هستن. هر کس به نوعی خودش استاد میدونه که به نسبت اون دیگری خودش رو فرهیخته میکنه. یادم میاد چند بار اشخاصی به شوهرم که در مورد کتابی یا نمایشنامه یا اتفاقا گزارشی چیزی نوشته بود تلفن میکردن و گله میکردن که چرا تو گزارش خودشون ما رو استاد فرهیخته ذکر نکردی. از اون به بعد این آقایون در مجالس با سرسنگینی با ما روبرو میشدن و من حالا که خودم دلم میخواد استاد فرهیخته باشم و نیستم میفهمم کجاشون نیستم. استاد اطرت الهی. روز شما بخیر. قربونتون برم. سلام، من ملودی هستم از کمپانی اینفینیتی دومستیک ایجنسی. سرویس های کمپانی ما شامل نانی، نگهداری از کودکان، هاوس کیپینگ، تمیز کردن خونه، کیرگیوینگ، نگهداری از سالمندان می باشد. ما اشخاص بسیار خوب و ورزیده‌ای داریم، از ایرانی، لاتین و کشورهای دیگه. تمام افرادی که ما به شما معرفی می کنیم برای موارد خاص، از تمیز کردن خونه یا محل کار، نگهداری از سالمندان و نگهداری از کودکان، همه باید رفرنس معتبر داشته باشند. اگر شما پدر و مادر سالمندی دارین که احتیاج به یه همدم داره و یا کسی روزانه برای اونا آشپزی کنه و به اونا برسه، از پاره وقت و تمام وقت، میتونید با کمپانی ما اینفینیتی دومستیک ایجنسی تماس بگیرید، خواسته خود رو تشریح کنید و ما برای شما اپوینتمنت میذاریم و شما تشریف میارید و رو در رو با این اشخاص مهربون مصاحبه کنید و شخص مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. اونا میتونن با والدین شما زندگی کرده و آنها را از تنهایی و غریبی در بیارن. اگر به دنبال شخص مطمئن برای نگهداری از کودکان و دلبندتان میگردید، یه آدم مهربون و کارکشته که در نبودن خودتون بتونه از نازنین شما مثل بچه خودش مواظبت کنه که شما با خیال راحت به سر کار برین، فقط با یک تلفن با من ملودی در شرکت اینفینیتی دومستیک ایجنسی تماس بگیرید. بذارید که ما شما را از نگرانی در بیاریم. دوست عزیز، اگه شما هم در کارهای قید شده تجربه دارید و یا به دنبال کار میگردید، لطفاً با من ملودی تماس بگیرید. مخصوصاً عزیزانی که در رشته‌های نگهداری از بیماران و یا همدمی با سالمندان تجربه کافی دارند و میتونن با سالمندان عزیزی زندگی کرده و حتی برای 5 یا 2 یا 3 روز، لطفاً با من ملودی در شرکت اینفینیتی دومستیک ایجنسی تماس بگیرید. 818 745 1010. اگر برای تمیز کردن روزانه یا هفتگی یا 2 هفته یک بار و یا راننده تمام وقت احتیاج دارید، با شرکت اینفینیتی دومستیک ایجنسی با من ملودی تماس بگیرید.
در ضمن دوستانی که احتیاج به کارمند ایرانی در سراسر امریکا دارند با ما تماس گرفته و همچنان دوستانی که احتیاج به کار دارند در سراسر امریکا نیز با من تماس بگیرید تا بتوانیم به هر دو مورد کمک کنیم. هم از سان فرانسیسکو، سان دیگو، اورنج کانتی، نیویورک. 818 745 1010 عضو 08 و 5050 صد. ما به یک نانی هاوسکیپر در منطقه سان فرانسیسکو در شهر دولارس پارک احتیاج داریم. لطفاً تمام متقاضیانی که در سان فرانسیسکو هستن و به این کار علاقه‌مند هستن و فارسی زبان میباشن میتونن با من ملودی 818 745 1010 عضو 08 و 5050 تماس بگیرن. آشنایی شما عزیزان به اهداف این سازمان و راه‌های پشتیبانی از بچه‌های بی سرپرست می باشد. در طول 2 سال گذشته حدود 400 بچه بی سرپرست مورد حمایت این سازمان قرار گرفته و به این ترتیب روزنه امیدی در زندگی سرد آنها باز کرده است. نامه‌های دریافتی از این بچه‌ها بیانگر موفقیت این سازمان می باشد. محل گرد همایی رستوران کوچینو بنه در شهر شرمنوکس می باشد. شماره تلفن 424 274 26 54 424 274 26 54. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. یک شات اسپرسو با فریبرز داوودی. آقای فریبرز داوودیان، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم هما سرشار عزیز، حالتون چطوره؟ ما حالمون خوبه، شما چطورین؟ دیشب رفته بودین پارتی هالووین؟ من نرفتم پارتی هالووین، ولی الان راستش امروز آلارمم زد، من همین الان بیدار شدم. به به. و الان دارم وانمود میکنم که خیلی وقت بیدارم، برای همین این صدای مصنوعی سلام صبح شما بخیر در واقع صدای اصلی من از سلام جدی وانمود کردم. خوب وانمود کردی، ادامه بدید خواهش میکنم. بازیگرم دیگه، من میتونم همیشه چاخام. بله. والا این هالووین خیلی خوبیش میدونی، من عاشق حالا گفتین هالووین. آها. این قدیما فیوریت یا محبوب ترین تعطیلی من بود هالووین. جدی میگین چرا؟ خب بازی گوشی میشه کرد، لباس دیگرایی جور دیگه میشه پوشید، آرزوهای عملی نشده رو میشه به واقعیت در آورد. واقعا جالبه. بله، یعنی میدونین مردم برای اینکه وقتی که به قول امریکایی‌ها in disguise هستن، نمیدونم ترجمهش چی میشه، یکم آزادتر رفتار میکنن، به اصطلاح ریلکس‌تر میشن. یا نقاب که میزنین میرین توی مجلس، بیشتر متاسفانه اینطوره. در واقع شاید داریم روی نقابی که همیشه میزنیم نقاب دیگری میذاریم، چون خیلی از ما با نقاب همیشه راه میریم. باریکلا، منم می‌خواستم همینو بگم پس اون یکی نقاب قبلیه چی میشه؟ همین نقاب در نقاب میشه، بعد از بین میره اون نقاب. خیلی جالبه. اینم دور از جون هممون یه ذره خرط و خر میشه. آره. من شما باید با هم یک مکتب جدید فلسفی عرفانی مذهبی باز کنیم. میتونیم، ما از همین رادیو هم میتونیم شروع کنیم، شنونده زیاد داریم. آره چرا که نه؟ جدید میاریم که اصلا فقط بزن و بکوب و صفا و عشق و دوستی و محبت و اینا. وقت با دیپرشن خودمون چیکار کنیم؟ دیگه خودمون هم خوب میشیم، اون وسطا بر میخوریم، قاطی پاتی میشه، مجبوریم که وانمود کنیم که همیشه شنگولیم. خب شما میتونی، شما هنرپیشه میتونیم، ما چیکار کنیم بعد؟ اختیار دارین شما، ان شاءالله که همیشه خوش و سرحال هستین. خب شما این هالووین میفرمودید. بله چی شدم؟ میخواین بپرسین چی پوشیدم؟ نه، میخواستم ببینم که داشتین میگفتید از اینی که آدم نقاب میذاره نقش یکی دیگر رو بازی میکنه حالش عوض میشه. من یه دفعه به فکر افتادم که مثلا خیلی مواقع آدمایی که لباس بالماسک میپوشن اینا مثلا میرن دزد دریایی میشن یا مثلا دراکولا میشن، اینا خواستهای پنهانیشونه، دلشون میخواد دزد بشن. نه، اینا ارزون تو حراج این لباسا رو گیر آوردن، گفتن که این راحت ترینه و چیز نداشتن، ایمیجینیشنشون ضعیف بوده، هی میرن دراکولا میشن. شاید ایدیای کهنه است، ولی آخه کاری هم نداره. مثلا من هر سال با لباسای خودم هیچ وقت نمیرم لباس بگیرم، هر چی دارم سرهم میکنم، یه جوری یه جلیقه میپوشم، بعد یه پاپیونی باش میزنم، شلوارم هم میکنم تو چکمه، یا عینک عجیب غریب میزنم و اینا. خلاصه مهم اینه که آدم
اون حالت ریلکسیشن جسمی و روحی رو به خودش بده و بر بازیگوشی بکنه، نه اینکه حالا حتما باید دراکولا بشه به قول شما یا فرانکشتاین. بعضیا یه لباسایی میشن که اصلا نمیتونن توش نفس بکشن، بعد میان تو مهمونی. دیروز یکی از همکاران من رفت نیم ساعت سه رو از آفیس بیرون که من باید برم ماسک بخرم. بعد از 2 مدت اومد یه ماسک خریده بود لاستیک، مثل که سطل آشغال رو بکشین رو سرتون. گفتم تو اینو 5 ثانیه بذاری خیس عرق میشی و خفقان میگیری اون تو. گفت نه خب قشنگه، حالا بهتون قول میدم نتونست استفاده کنه. بعضی به خودشون شکنجه میدن تو حالایی. آره اصلا یه چیز یه فرهنگ مخصوص خودشو دارین هالووین که از آدمی که خب این کار رو نمیکنه و از بیرون تماشا میکنه براش جالبه. مثلا خیلی از خانم ها دوست دارن که مثلا خودشون رو یه زن سکسی یا نمیدونم یه زن فاحشه یه چیزی من باید برم. نه بخواد لباس میپوشن، بعد آدم فکر میکنه که خب این چرا داره این کارو میکنه. این در زمین ناخودآگاهشه یا در زندگی قبلیشون اصلا این کارو بودن شاید. منظور چیه؟ نمیدونم، من دارم از شما متخصص هالووین به من بگید که من تو قضیه دزد و فاحشه و این چیزا برام یه ذره جالبه که چرا باید تو لباس در زمین ناخودآگاهشون دزد و فاحشه بودن این افراد. حالا بذار میریم صبح عصر یه جایی یه خانم شما برنامه‌تون زیادم شنونده داره هی به من میگن که فریبا جان این چه حرفی بزدی، من دیشب لباس فاحشه پوشیده بودم خیلی بهم برخورد. ببینید چیکار میکنین شما. ببخشید معذرت میخوام نتونستم جلو خودم بگیرم. این جالبه که زنایی که مرد میشن و مردهایی که زن میشن به نظر من با نمکه. کیوته دیگه. آره. مثلا زن و شوهرایی که رول عوض میکنن نه در محیط خصوصی زندگیشون، اون خیلی کارا میکنن به ما ربطی نداره. ولی وقتی هالووین مثلا خانم‌ها لباس آقایون میشن به نظر من جالبه، سیبیل میذارن، کت شلوار میپوشن، اونم یه جورشه. آقایون که زن میشن خیلی جذابه، با نمک. نمیدونم این وست هالیوود شما هیچ وقت رفتین توی؟ یه دفعه فکر میکنم یه دفعه رفتم. اون موقعی هم که من رفتم هنوز به بزرگی و این سر و صدا و شلوغی الان نبود، ولی خب تو خبر تلویزیون میبینم موقع که نشون میدن واقعا مثل روز پرید و یا اون چیز رژه میسیز در نیویورک، اینم داره به یه رویداد سالانه تبدیل میشه که از ماها قبل دارن کار میکنن برای اینکه چهره‌های دیگری از خودشون درست کنن بیان. این دیگه واقعا یه کار هنری تماشایی داره میشه دیگه باشه. بله قدیما واقعا ما میرفتیم وقتی انرژی داشتیم. الان چند ساله به خاطر اینکه پارکینگ اونجا یکم دشواره من نرفتم، ولی بعضی از دوستان میرن و واقعا دیدنیه. واقعا این لباس هایی که اینا میپوشن، مردهای قد بلند گردن کلفت با کفش های زنانه پاشنه بلند، جورابای نایلونی، توالت های صورت قوی و ناز و اشوه از این خیابون رد میشن. بازم میگم یه جذابیتی داره این رها شدن از اون ماسکی که قبل از هالووین همه به صورت هامون هست. حالا شما چون خیلی هم طرفدار حیوانات هستید و حقوق حیوانات و اینها میدونم چه علاقه‌ای هم بهشون دارید، بعضیا دیگه یه بلاهایی هم سر حیواناشون میارن. اون دیگه من نمیفهمم. مثلا سگشون رو میکنن زنبور، مثلا یه چیزی، بعد با خودشون راه میرن گربهشون رو میکنن مثلا نمیدونم پلنگ، یا یه لباس گاو تنه نمیدونم. به نظر من خیلی جالبه از چون اونجا که اینا درد و شکنجه نمیبینن، خیلی یه حیوان 4 پایی که یه جور دیگه قیافه شده و همونجوری مظلومانه راه میره. ما حقیقتا خودمون یه سگی داشتیم که امسال فوت کرد. اینو پارسال امسال که رفتیم شب تو نیبرهود راه بریم یادمون اومد که پارسال با اون بودیم و لباس مثل به قول شما زنبور تنش کرده بودیم یا یه آره. پس از این بلاها هم سر حیواناتون آوردی؟ آره خب یه چیزی میپوشن و راه میرن و خودشون هم نمیدونن چرا ملت دارن بهشون میخندن. این مثل برنامه یه چیزه کلاگیسته. حالا اینو گفتین. من هر سال برای اینکه سر هم کنم سریع یه کلاگیس افرو بزرگ میذارم. افروی موهای وزوزی سیاه پوستاست و خیلی راحت میکنم. خب یه شلوار به قول ایرانی‌ها پاچه گشاد یا مدل 60s هم میپوشم سالای 60 و میرم بیرون. به نظر میاد که ما هیپی مثلا سالای 60 امریکا هستیم و این کلاگیسو من خیلی دوست دارم برای اینکه خودم مو ندارم. جدی میگم
و بعدم دیشب هر کی به من گفتش که چقدر کلاگیس قشنگ، گفتم این موی خودمه. من وقتی که سرمو میتراشم اون قیافه مصنوعی، این قیافه اصلی گذاشتم در بیاد برای هالوئین. و حقیقتا من در دبیرستان افرو داشتم، موام همینطور بلند و وزوزی بود و اینا. چی شدن اونا؟ رفت دیگه، خدا میدونه چی شد دیگه. در رابطه های مختلف با خانم‌های عزیز ما ریخت. من فکر کردم دونه دونه موهاتونه کندن خانم‌های محترم دیگه تقریبا. خلاصه من عاشق کلاهگیسم، ولی کلاهگیس باید درست گذاشته بشه خانم سرشارا. بعضی آقایون ایرانی کلاهگیس هایی میذارن که نه کلاه نه گیسه. ما با اینا باید چیکار کنیم؟ ما یادتون هفتهش در مورد بینی بزرگ صحبت کردیم. آیا باید گفت به این افراد که دوست عزیز این کلاهگیستو عوض کن، خیلی بده، اصلا نذار، تو رو خدا نذار. آره. من در این زمینه من باتون موافقم 100%. آقایونی که صدای ما رو دارین میشه، من و فریبرز نسبت به این ویگ های مردانه، چی بهش میگه؟ یه چیز دیگه میگم مال مردا رو، توپه یا توپه. آره. نسبت به این توپه ها حساسه، مثلا اونایی که موقعی که پشتتون رو میکنید یه بخش از مو همجوری جدا وای میسه از اون تهمونده موهای خودتون، خیلی بده نظر دینا رو. قیافه طبیعی آدما خیلی بهتره. این دینایل هستن مثلا یعنی با این مثل این خانوما که صورتشون رو عمل میکنن بعد میگن نه به هیچ وجه من تا حالا پامو تو آفیس دکتر نذاشتم. بعضی از آقایون اینجوری هم. به خدا قسم ما یه همکاری داریم تو آفیس که همینطور یه بار بحثش، من همیشه تعجب میکنم سرش کلاهگیسه، خیلی هم خوبه ها، مهرونش هم هست. اولا کلاهگیس ارزون که اصلا ویلا مبادا که از 4 فرسخی آقایون عزیز ایرانی چند تا قانون داره کلاهگیس. یکی این که ارزون نباشه، مشخصه. نمیم از پوست خر استفاده میکنن، موی گاو چیه، پلاستیک، نایلونه، اون که هیچ. دوم وقتی که یک مرد مثلا 70 ساله ایرانی یک کلاهگیس سیاه کلفت، چی میگین، مجعد فرفری، بله. خب این مشخصه از مثلا 4 از سر ویلچر و سانتا مونیکا میشه دید اگه ایشون داره لب بیچ را میره که این موی خودش نیست. من از رنگ و فلان و کلفتیشو نمیدونم، بعد مدلی که از اون بر شونه میکنن و فرق باز میکنن و اینا. بعد بعضی وقتا به قول شما تکون میخوره. یکی از همکارای من سالها دوستا مسخرهش میکردن که تو کلاهگیس سرته، بعد خیلی با اعتماد به نفس میگفت که نه این حرفا چیه اینا. میگم من کلاهگیس میذارم. چقدر آدمای بی تربیتی هستین که این فکر رو میکنین. یک روز دیدم همه دارن میخندن و منو صدا کردن یواشکی بیا از پشت این وایسادن. اینم مشغول بود پشت میزش. دیدیم که این حیوانکی صبح با عجله اومده بود سر کار. شخصی که سالها میگفت من مال خودمه، یک شکاف بزرگ پوست از پشت سرش معلوم بود، اینو کج گذاشته بود. اون روز به ما ثابت شد که این کلاهگیس بود. هنوزم بهش چیزی نگفتیم و چون بهش نگفتیم هنوز نمیدونه که کلاهگیس سرشه. اعتماد به نفسشو خراب نکنید، ولی بیاید اون شراکتی که قرار تشکیل بدیم در اون اول برنامه بهش اشاره کردید، اینم یکی از موادش باشه که کسانی که مردانی که کلاهگیس سرشون راشون ندید. در دین ما مرد که کلاهگیس سرش بذاره اصلا قبولش نمی‌کنیم. درست. ممنونم ازتون. چرا وقت من قد زود تموم شد؟ من تازه بیدار شدم. تازه گرم شده بودی. آره میفهمم. باشه. چیکار کنیم؟ طول میکشه تا گرم شی. خدا نگهدار. دیگه میبینم. هفته دیگه. شنوندگان عزیز، مژگان رهبر هستم و از شما دعوت می‌کنم هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به برنامه نقش نفس و روان، برنامه تقویمی اداره بهداشت روان لس آنجلس LA Department of Mental Health گوش کنید. کاهش وزن، تنظیم قند و کلسترول خون، کمر باریک بدون احساس گرسنگی با گرین کافی بین. 310-858-7006 و جوانبمان.com.
چرا سر و صورت رو اینطوری بستی؟ بال ماسک دعوت داری؟ وای نپرس، تصادف کردیم. خانمم هنوز تو بیمارستان. بیداد که وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟ یک وکیل با تجربه و برا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته. دکتر کامران یدیدی تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده. تلفنشو داری وقت بگیرم؟ لازم نیست، با این حال و وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99 818 999 99 99 و یا ساده تر بگم 818 همش 9. راست میگی، 818 همش 9. دکتر کامران یدیدی. جدیدترین خبرها در مورد قوانین امور مهاجرت و دریافت سریع گرین کارت در برنامه شنیدنی از خانم اشرف حبیبی، دوشنبه 3 نوامبر ساعت 1 بعد از ظهر. 949 552 1122. قابل توجه افراد جویای کار در رادیو ایران 670 AM در نظر دارد 2 مجری مسلط برای بخش خبری و برنامه ورزشی هفتگی خود به صورت نیمه وقت استخدام نماید. شرایط استخدام برای بخش خبر: تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی و توانایی در اجرای برنامه‌های خبری به صورت زنده و آگاهی از رویدادها و تحولات سیاسی ایران و جهان. و اما شرایط استخدام برای اجرای برنامه ورزشی: داشتن تسلط کامل بر زبانهای فارسی و انگلیسی، تسلط بر رشته‌های مختلف ورزشی به ویژه ورزش ایران و آمریکا و توانایی در اجرای برنامه‌های زنده ورزشی. متقاضیان محترم می‌توانند امروز شنبه اول نوامبر با حضور در بازار کاریابی در انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 بلبوآ بولوارد از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر رزومه خود را ارائه و یا حداکثر تا 14 نوامبر به ایمیل resumes@670amkirn.com ارسال نمایند. They're just pictures. Why would somebody take pictures of Vicky and Ellie and put them on my car, John? فیلم سینمایی فرشته نگهبان. I got this call from a worried Persian mother. Her daughter is half Persian, half American. She's in LA for a few more days. We need someone to keep an eye on her. Guardian Angel. فیلم سینمایی فرشته نگهبان. کاری از واهیک پیرهمزه‌ای با حضور هوشنگ توزی و چهره‌های معروف هالیوود از همکنون در اورنج کانتی در سینمای ادواردز وست پارک در شهر ایرواین. شنوندگان ارجمند، گالری نقاشی ایمپرشنز، نمایشگاه آثار نقاشی دکتر شهین صراف در دشتی را در روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم نوامبر از ساعت 1 تا 9 بعد از ظهر در المپیک کالکشن برگزار خواهد کرد. www.shahinart.com. نمایشگاه آثار نقاشی دکتر شهین صراف در دشتی در المپیک کالکشن، روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم نوامبر. You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. KIRN. Radio Iran. Radio Iran. بهانه‌ها با دکتر صدرالدین الهی. آقای دکتر صدرالدین الهی، صبح شما بخیر در شمال کالیفرنیا. صبح شما بخیر خانم سرشار عزیز در جنوب کالیفرنیا. خوبین که انشالله. محبتتون، در خدمتتون هستم و بفرمایید چه کنیم. والا روز جهانی صلیب سرخ بود هفته‌ای که گذشت. بله. ما با هم که صحبت می‌کردیم این حضور این سازمان و این نهاد در ایران قبل از انقلاب و در کشورهای دیگه موضوعی بود که توجه هر دوی ما رو جلب کرد. اینی که چگونه صلیب سرخ شما این بود که این کارو بکنیم. من کردم برای اینکه واقعا یه چیزایی داشتم که بگم. بفرمایید. دارم که در یه جلسه تموم شده میدونم. امیدواریم. و هر که برای من اهمیت داره و مهمه اینه که بفهمیم که این صلیب سرخ چی بوده، چجوری درست شده، به ایران چجوری شیر خورشید سرخ ایران چی بوده. اینا مسائلی است که واقعا باید راجع بهش صحبت بشه. ببینید صلیب سرخ رو اصولا در سالهای خیلی دور نزدیک 1850 اون طرفا یه آدم سوئیسی به نام هانری دونان درست کرده. نه ولی نه به عنوان صلیب سرخ، به عنوان اینکه دیده که در جنگ و جدلا آدما کشته میشن، هیچ مدادشون نمیرسه،
یه سازمانی بیرون از حوادث روز باید باشه و به کار اینها برسه و زندگی‌هاشون رو تأمین کنه. این فکر اساسی بوده و خود هاری دوران در این راه خیلی زحمت کشیده، تمام ثروت شخصیش رو این کار گذاشته، به نحوی که در سالهای آخر با این ورشکسته بوده، ولی از کارش باز نمونده. و جالب برای شما اینه که بدونید که یکی از اولین برندگان جایزه صلح نوبل همین هاری دورانه که در 1910 یه سال پیش از برگشت این جایزه رو برده. خب چقدر عالی، حقش حداقل سپاسش رو گرفته. بله. خب. اما مسئله‌ای که بیشتر من امروز میخوام روش فشار بیارم اینه که ما یه صلیب سرخ و هلال احمر داشتیم و یک سازمان جدا به نام شیر و خورشید سرخ، شیر و خورشید سرخ ایران. این شیر و خورشید سرخ ایران اصلا ارتباطی به رژیم سلطنتی و حکومتی نداشت، بلکه حاصل زحمت‌ها و جانفشانی‌های طبیبی بود که نامش خیلی شناخته شده است، به نام آقای امیرعلم. اگه یادتون باشه در ایران چندین بیمارستان به نام آقای بیمارستان امیرعلم، بله. و از ایشون یک پسر و یک دختر هست. به جا مونده بود که نام اون دختر هم در علم طب شناخته شده، خانم ایران علم بهش میگفتن. بله. یادتون میاد؟ بله. این مرد آمد و این فکر رو راه انداخت که بیایم و ما به این سازمان ملحق بشیم. اما چیزی که تو این جریان خیلی مهم بود این بود که عرب‌ها که در کشور مصر و سوریه که تقریبا مستقل به وقت خواستن این سازمان بپیوندن، یهو سرشون زد که آقا این صلیب نشانه مسیحیته. بله. برای عرب‌ها و مسلمان‌ها باید فکر بکنیم و این آرم هلال احمر، یعنی این به اصطلاح نیم ماهی که به رنگ قرمز هستش، اینو پیشنهاد کردن. اول با مخالفت‌های روبرو شد ولی قبول شد. اما وقتی آقای امیرعلم به این کار پرداخت، اون گفت آقا من ایرانی هستم و آرم این نیکوکاری مملکت من باید آرم ملی من باشه و این آرم چیزی نبود جز شیر و خورشید. حالا داستان خانم سرشار از اینجا شروع میشه که ما الان که با شما صحبت میکنم شیر و خورشید رو دادیم پاک کردن از روی این سیستم و جاش هلال احمر گذاشتیم. اما این شیر و خورشید اصلا کار سلطنتی سیاسی نبوده. این یه آرم قدیمی ایرانی است در سالهای خیلی دور، در پیش از حتی حضور صفویه، در انواع و اقسام نشانهای سلطنتی و دولتی و حکومتی ایران این آرم شیر و خورشید دیده میشه. حالا این آرم رو برای اینکه یه دفعه دیگه نشد کمتر کسی استفاده داشته باشه، یواش یواش اصلا آرم ملی ایران معنی دولتی ایران تلقی کردن و بعد از شکست ایران در جنگ‌های با روسیه در قرارداد موظف کردن که این شیر خورشید که شیرش وایساده مدت 50 سال باید نشسته باشه. درست می‌فهمید؟ و این ما از این تصویر داریم، عکس داریم، شیر خورشید نشسته. بنابراین این یه چیز خیلی خیلی مخصوص بود و همت دکتر امیرعلم و بعد این که این سازمان رو تشکیل داد. اما در کنار دکتر امیرعلم یادمون باشه که رضا شاه هم به این مسئله خیلی علاقه‌مند بود و علاوه بر علاقه‌مندی شخص رضا شاه و دکتر امیرعلم روابط دوستانه خصوصی داشتن، به این جهته که وقتی اولین سازمان شیر و خورشید در ایران تشکیل میشه، سردار سپه که هنوز رضا شاه نشده میشه رئیس هیئت اجرایی، هیئت مدیره این هیئت امناشون. هیئت مدیره. اوکی. بعد شما فکر کنید که این آقای امیرعلم تمام جونش رو گذاشته پای این کار برای این سازمان شکل بگیره و علت این هم برای شما باز امروز میگم همینطوری برای اینکه بعد نیستش گفته بشه چیزایی. این آقای امیرعلم و رضا شاه علاوه بر همینا دوست بودن و جالب اینه که پسر امیرعلم با محمد رضا شاه دوست دوره پیش از سلطنته و آقای مجید علم که الان هم طرف شما زندگی میکنن خوشبختانه و افتخار آشناییشون رو خیلی داشتن، ایشون دوست با همبازی ولیعهد بعدی و محمد رضای اون زمان بوده. بله. یعنی این چنین روابط نزدیکی خانوادگی. و این موندن با این کار آمدن. بس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران
پا گرفت. جالبتر از همه این که در حدود سالهای 1325 27 هم چیزایی یادم نمیاد درست، یک استاد ارجمندی که من در دانشکده ادبیات داشتم به نام دکتر حسین خطیبی آمد و مدیر عامل این انجمن شد. این بعد حدود سالهای 2027 28 بله. و دکتر خطیبی خودش اصلا یک انسان دیدنی و دوست داشتنی بود و از 1328 تا انقلاب دبیر کل جمعیت شیر خورشید سرخ ایران بود و این جمعیت رو به مدیر عاملش بود. مدیر عاملش. بله مدیر عاملش. بله. تا به جاهای برد که شما نمیتونید حتی فکر کنید. یک از انسان‌های خیلی درستکار بود. خیلی درستکار و طبق معمول مورد اعتراض روشنفکران زمان. اینم خیلی جالبه. یه چیزی براتون بگم که باز اینجا یهو به ذهنم رسید و این خاطره خود من از شیر خورشید سرخ. این خاطره خانم مال زمانی است که بنده در جنگ‌های الجزیره شرکت داشتم و به اونجا می‌رفتم. در یک سفری که رفتم به اوژا در نزدیکی مرز مراکش و الجزیره، یه روز که من می‌خواستم به اصطلاح سازمانشون نشون بدم، سازمان نظامیشون رو، من یهو دیدم یه جیپ وسط بیابون وایساده و شیر خورشید سرخ روشه. رفتم جلو دیدم فرستادگان شیر خورشید سرخن که آمدن برای کمک به هم انقلابیون الجزایر. میتونید این رو فکر کنید، یعنی چالی با دست بده وسط بیابون. بله براتون خیلی جالب بوده، اصلا فوق العاده بود. و رفتم جلو دیدم دکترای ایرانی هستن، تو داستانستشون یادم نیست، دو دکترا اومدن با ما خوشوبش کردن و من یه دفعه دیدم که آقا ما وسط بیابون هستیم، یعنی شیر خورشید سرخ هست. و شما فکر کنید که بعدها هم که من آمدم به مدرسه درس می‌دادم و اینا، با دکتر خطیبی دیگه استاد نبود، دوست خیلی عزیز بود، تصمیم گرفتیم یه جزوه‌ای برای شیر خورشید سرخ در دانشکده ارتباطات درست کنیم. به یه سری انتشاراتی داشتیم به اسم میهن ما و من یه دسته‌ای از دانشجویان رو با خودم به سفر بردم و به اونها در منطقه به خصوص در جنوب که فعالیت‌های شیر خورشید شدن. ببینید این کاری بوده ایرانی ملی و بعد ما ناگهان میایم انقلاب میکنیم و میخوایم بگیم که ما هستیم و ما اسلامی هستیم، پس بنابراین شیر خورشید رو حذف کنید و جمعیت ما بشه هلال احمر. و این در حالیه که شما بهتر از من میدونید که دولت اسرائیل سالها کوشیده تا بلکه بتواند این من میگم ستاره داوود، شما چیز دیگه بگید مثل ستاره داوود درسته. این ستاره داوود رو هم بیاره در جمعیت و الان به جای این که قبلا 3 پرچم بودش، یعنی 3 نوع پرچم بود، شیر خورشید سرخ، هلال احمر و صلیب سرخ، حالا ستاره داوود هست، صلیب سرخ. ببینید این مطلب شیر خورشید رو یه وقتی باید یه کسی کامل بهش برسه و نشون بده که در این سالهایی که ما بودیم و شما یادتون هست حتما، نمیدونم، که در اتفاقات بزرگ فاجعه هایی که در ایران رخ میداد مثل زلزله ها، بله، و شیر خورشید چه میکرد و بعد چه تشکیلات وسیعی داشت، همه چی داشت، از کمک صحرایی، از کمک بیمارستانی، همه جا بیمارستان های متعدد. حالا ما آمدیم و یک چیز ملی رو کردیم، لجبازی. نمیدونم چرا گفتیم که اصلا شیر خورشید علامت سلطنتیه، من هنوز نمیفهمم. کلام درست رو به کار بردین دکتر الهی عزیز و همین در بسیاری زمینه‌ها این لجبازی‌ها به ضرر ملت ایران تموم شده. یکیش هم این نکته که شما بهش اشاره کردین. اگه باز هم فرصتی باشه در دیدارهای دیگر باز هم بیشتر صحبت میکنیم. حتما اگر فرصتی باشه. بله با کمال میل. خیلی ممنونم از خواهش میکنم. ان شاءالله که خوبی داشته باشید. استفاده قرار بگیره. حتما همیشه. اگر شما داروی اکتوز را برای بیماری قند خون مصرف کردید و به سرطان مثانه مبتلا شدید و یا در اثر انجام دیالیز کلیه قلب شما نیاز به کاردیاک ارست پیدا کرده، همین سه‌شنبه 9:30 تا 10 صبح به سخنان نارای کیتسینیان وکیل توجه فرمایید.
همین هفته کابارای تهران، چهارشنبه و پنجشنبه این هفته کریاکی نایت با کامران، مهران و دیجی آربی. جمعه شب همین هفته شب اصلی هالووین با پویا، صدای جوانی عشق و دیجی آربی. شنبه شب همین هفته پویا، شیلا، بهمن و کامران. همین هفته هالووین در کاباره تهران به زیباترین لباس‌های هالووینی هدایای مخصوصی از طرف مدیریت کاباره تهران تقدیم خواهد شد. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه. 818 985 5800. شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب. جان. بازم شمایی؟ ما همیشه ماییم. هنوز خوشحالید با برنج دونار؟ خوشحال؟ تازه خوشحالترم شدم. چطور؟ آخه قضیه 2-1 شده. 2-1؟ یعنی چه؟ آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیل دیپلشن. عزیزم دیپرشن همون اعلام کرد هر کی 2 کیسه برنج پاشنه بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره 1 کیسه مرجانی میبره. واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاده. چون که صدف بدجوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد عقب. وانت برای چی؟ آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شادی بشه. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد شنبه 6 دسامبر نوکیا تئاتر با محسن یگانه. سکوت قلب تو بشکن و بد کرد نذاری فاصله بیشتر از این شه. نمیخوام اسم گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. شنبه 6 دسامبر محسن یگانه با جنجالی ترین کنسرت سال در نوکیا تئاتر. تهیه بلیط access.com و فروشگاه های منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات 818 222 97 79 818-222-9779. محسن یگانه شنبه 6 دسامبر در نوکیا تئاتر. Sponsored by Law Offices of شام درگاهی. KIRN از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. در خدمت خلق. یاران، مهمان گرامی برنامه امروز من یک آرشیتکت، یک مرد تجارت و صنعت، بنیانگذار و مدیر شرکت فنومنکس و مهمتر از همه یک انسان نیکوکار است. آقای فرشاد مهجور که شرکت فنومنکس خودشون رو در سال 1982 بنیان گذاشتند و در حال حاضر یک از شرکت‌های پیشرو دنیا در زمینه تأمین محصولات کروماتوگرافی یا رنگنگاری برای صنایع شیمیایی و بیوشیمیایی است. فرشاد مهجور آرشیتکت هم هست و طراحی فضای اداری شرکت‌های زیر مجموعه‌اش رو خودش شخصاً انجام داده. فنومنکس 13 شرکت وابسته در کشورهای مختلف داره، با 62 شرکت در کشورهای دیگر دنیا ارتباط کاری نزدیک دارن و آقای مهجور خودشون و شرکتشون رو مفتخر میدونن که در زمینه‌هایی چون کشف داروهای جدید برای نجات جان انسانها و افزایش طول عمر مردم، بهبود محیط زیست، بهبود کیفیت تمامی انواع محصولات و تامین مواد خوراکی سالمتر نقش بسزایی رو ایفا کردن. آقای مدیرعامل و تیم فنومنکس همواره کارهای خیریه و بشردوستانه‌ای در سطح جهان انجام دادن که همه اینها مدیون فکر و قلب بزرگ فرشاد مهجور هست که خاصه در سراسر جهان، به خصوص در 3 نقطه در لس آنجلس، در لندن و در ایتالیا کارهای خیرخواهانه خودش رو انجام بده. هفته پیش مطلع شدیم که یک گام دیگری
این بزرگوار برداشته برای ایجاد یک جایزه برای انسان‌هایی که در زمینه علوم ولی با نگاهی به مسائل بشر دوستانه کار میکنن. جایزه‌ای با رقم $25,000 در سال بنیان گذاشتن که قرار هستش که این رو به یک فرد یا افرادی که هر سال انتخاب میکنن بدن. به همین مناسبت از ایشون دعوت کردم که در برنامه امروز ما باشن و با ما در مورد این فعالیت‌های بسیار چشمگیری که دارن صحبت بکنند و شما شنوندگان رو هم در مورد این جایزه جدیدشون اطلاعاتی که لازم دارند رو بهشون بدن. آقای فرشاد مهجور، صبح شما بخیر. صبح بخیر. میدونم که بسیار شما مشغولید، میدونم سفر در پیش دارین، قرار است که تا 1-2 روز دیگر به انگلستان برید به دعوت پرنس فیلیپ برای اینکه بخوان از کارها و فعالیت‌های شما قدردانی بکنند. میدونم که هاوس اف لورد در لندن دعوت دیگری از شما کرده و باز هم برای قدردانی از فعالیت‌هاتون در ایتالیا چقدر قدر می‌ذارن کاری که به عنوان فید مای starving children انجام دادید و تا به حال بیش از هزار بسته غذایی رو به کودکان گرسنه سراسر جهان رسوندید و همینطور حضورتون در صلیب سرخ آمریکا به عنوان یکی از اعضای بورد این مؤسسه همش کار شما و روزهای شما رو میگیره، ولی با این وجود محبت کردید، دعوت من قبول کردین که در مورد آخرین کارتون و جدیدترین ابتکاری که به خرج دادین صحبت بکنید. این جایزه چیه؟ چطور شد که اصلا به فکرش افتادین آقای مهجور؟ اولا خیلی ما رو خجالت دادید خانم سرکار، خیلی کسا هستن کارهای بهتری از ما کردن، ولی بله این یه برنامه ما امسال گذاشتیم با یک مجله به نام Analytical Science که در سراسر دنیا معروفه برای تشویق ساینتیستا، شیمیستا مخصوصا هست که برنامه یه چیزی اختراع کنن یا که برای بهبود بشریت باشه. حالا این هر چیز میتونه داروی جدید باشه، میتونه دیسکاپریای جدیدی باشه برای مریضی که وجود داره و در هر صورت اینو در بیشتر در تمام دنیا در واقع تبلیغ خواهد شد و در سال آینده و هر سال در کنفرانس پیتسبرگ کنفرانس که بزرگترین نمایش گاه به اصطلاح ساینس هست در آمریکا، اینو به شخصی یا گروهی یا تیمی خواهیم داد که به اصطلاح بهترین اختراع جدیدی کرده که فقط برای بهبودی انسان ها و بشریت. بله. چه فکر جالبی. وقت این هیئت جوری یا هیئت انتخاب کننده دارن که حتما بین المللی هستن. بله. خاص ایرانی ها نیست ولی سراسر جهان. نه. ما فقط خودمون از کمپانی خودمون فقط 1 نفر که اونم من نیستم و 7 نفر دیگه که 2 تاشون نوبل پرایز وینر هستن و از کمپانی‌های مختلف. به غیر از اون 2 نفر من راستش حتی کسای دیگرم به ما نمیگن که این به اصطلاح خیلی برنامه فری باشه و این 7 نفر تمام اپلیکیشن ها رو میارن ریویو میکنن و بعداً 1 نفر یا 1 تیم انتخاب خواهد شد. جناب فرشاد مهجور، این طرز اطلاع یابیش که کی شما مثلا عنوان میکنه که میتونن اپلیکیشن بفرستن، چگونه هست، سایتی وجود داره؟ بله اگه ممکنه در این مورد هم اطلاع بدین. میدونم که بسیاری از جوانهای ایرانی که حالا به برنامه ما گوش میدن یا منسوبینشون دارن گوش میدن میدونن که در کنار فعالیت‌های بسیار خوب علمی که دارن میکنن، بشر دوستانه و فکر اینی که برای نوع بشر هم کارشون تاثیر داشته باشه هستن و خب اونا هم شانس خودشون رو میتونن امتحان کنن برای این جایزه. حتما بله. اتفاقا بهترین راهش البته یا از طرف کمپانی ما یا از طرف سازمان Analytical Science، ولی بهترین سایت هست Humanity in Science Award. البته همش سر هم humanityinscienceaward.com و میتونه هر کسی میتونه بره اونجا و اپلیکیشنش رو و تمام کاراشون رو پر کنن و دایرکتلی آنلاین بفرستن
و این میره به اون آنالیتیکال ساینس مجله آنالیتیکال و اونا بعداً به اون 7 نفر داور میدن و بعد یواش یواش پروسسش آخر اوایل سال دیگه در جنوری کامل میشه و بعد به شخص برنده میگن که کی برده. پس برای نخستین بار در ماه اول سال 2015 احتمالاً یا 2015 اولین برنده این جایزه که شما گذاشتید اعلام خواهد شد. و در واقع این اگه که بخوایم بگیم مرکز یا دفتر یا چیزی داره توی لس آنجلس یا در لندن یا در ایتالیاست یا نه خیر این سراسر دنیاست اصلا. نه منظورم این بود که چگونه در کجا اینو بهشون به اون برنده اهدا می‌کنید. اینو در آمریکا در همون پیتسبرگ کانفرانس که مثل این که امسال در فلوریدا خواهد بود، یک به اصطلاح کنفرانس خیلی خیلی بزرگیه که هر سال یه جای آمریکا و امسال و البته هر برنده از هر کجای دنیا باشه تمام مخارج رفت و آمد اون شخص و یا اون تیم و کمپانی ما خواهد داد. فنومن اکسپرت. واقعا دست شما درد نکنه بابت همه این کارهای نیکوکاری که میکنید. به همین بیدلیل هم نبوده که 2 سال گذشته جایزه معتبر یا مدال معتبر الیس آیلند هم با آقای دکتر فرشاد مهجور داده شده بابت همه این کارهایی که میکنند و نام ایرانی رو شما در سراسر جهان سربلند میکنید. براتون آرزوی موفقیت‌های بیش از این دارم و فقط یه کنجکاوانه میخوام ببینم که هر سال یک نفر انتخاب میکنی یا احتمال داره تعداد بیشتری باشه؟ اتفاقا راجع به این صحبت شده و ممکنه سال 2016 3 نفر انتخاب بشن، یعنی جایزه اول، دوم، سوم. این اولین باره که ما با این به اصطلاح سازمان کار میکنیم و اینجوری چی شد، ولی من مطمئناً میدونم که سال بعد 2016 فکر کنم اونجوری که صحبت شده 3 نفر خواهد و انشالله که 3 نفر میشه. حتما شما با همین مهری که دارید برای اینکه به جوانان دانشپژوه و عالمی که در سراسر جهان هستن کمک بکنید، تعدادش رو که بیشتر بکنید خود تعداد بیشتری بهره میگیرن از همه این شناخته شدن و قدردانی که از کارشون میشه. من یه سوال برام یه سوال دیگه اگه نمیخوام وقتتون بگیرم ولی دلم میخواد در مورد این فید Starving Children هم یه توضیحی بدین. این کارتون یک از کار فوق العاده است، بگید که چه میکنید برای غذا دادن به بچه‌ها. ببینید ما با یه سازمانی کار میکنیم که اسم اونا Feed My Starving Children. ما در کمپانی آمریکامون در چند سال اخیر چندین دفعه این کار کردیم که تمام کارمندای کمپانی ما و خیلی دوستان، آشناهان، کمپانی‌های دیگه کسایی که خواستن جز کنن یه غذای خشکی رو که خیلی مرتب منظم در جای تمیز ولی مثلا اصولا طول میکشه، مثلا هر دفعه این برنامه 2-3 روز بوده، با اینا رو بست و بندی میشه خیلی و تمام ویتامین‌ها، تمام چیزایی که توش باید باشه بسته بندی شده و فرستاده شده به کشورهای فقیر برای بچه‌هایی که گشنه هستن. و سال قبل که یا پیارسال که ما این کار میکردیم رئیس کمپانی ایتالیایی ما آمریکا بود و این برنامه رو دید، خیلی تشویق شد، رفت ایتالیا که این برنامه رو اونجا بذاره. دید تو ایتالیا هیچ کمپانی مثل این وجود نداره. با اصرار خیلی زیاد به این کمپانی و با فشاری خود من اینا رو وادار کردیم با مخارج ما که تو ایتالیا این کارو بکنن. نمیخواستن ولی بالاخره وادارشون کردیم، خیلی تشویقشون کردیم و این کارو با سازمان ایتالیایی ما کردن. خیلی عالی به اصطلاح پیشرفت کرد و خیلی نه فقط کارمندای ما، حتی شهردار اون شهری که ما توش هستیم در شهر بولونیا اومد و خیلی کسای دیگه و این خیلی برنامه موفقیت آمیزی بود و ما اصلا این کمپانی فید مای ستارینگ چیلدرن که یه کمپانی اونم خیلی است اصلا شروع کرد و ایتالیا این برنامه رو اصلا استبلیش کرد و حالا یه سازمانم اونجا دارن
ولی به اصطلاح تمام کارشو کمپانی ما و رئیس کمپانی ما کرد و همه رو تشویق کرد. این تو تمام روزنامه‌های ایتالیا چاپ شد که یک کمپانی این کار کرده و این سازمان رو به ایتالیا آورده. به گوش پوپ در واتیکان رسید و ایشون و کاردینالش دست راستشون که به اصطلاح بعد از پوپ هستن ما رو دعوت کردن به واتیکان. البته من نمیتونستم برم، آقای آلبرتو رفتن و اونجا فقط برای که از طرف واتیکان از به اصطلاح کمپانی ما قدردانی بشه که این سازمان رو در ایتالیا آوردیم که حالا به اصطلاح سودش به خیلی بچهای گشنه دنیا میرسه. در افریقا و در کشورهای دیگری که نیاز دارن، آقای فرشاد مهجور و کمپانیشون فنومنکس متجاوز از 400,000 بسته غذایی رو به بچه‌ها متجاوز از 2,000 بچه رسوندن تا به حال و کارشون رو ادامه میدن. دمتون گرم برای همین کاری که میکنید آقای مهجور و موفق باشین و اجازه بدین که گاه بیگاهی با شما یه گفتگویی بکنیم و از فعالیت‌هایی که انجام میدید یاران این برنامه رو مطلع بکنیم. امیدوارم سفرتون به خیر و هر روز سربلندتر از روز قبل برای جامعه ایرانی. قربانشون خانم. آقای فرشاد مهجور، CEO کمپانی فنومنکس. همین هفته توجه شما را به برنامه‌ای از دکتر رامین تیانی از مراکز درمابر در مورد آخرین تکنیک زیبایی جلب می‌کنیم. 866 444 6411 درمابر. هومن نیسانی و رایان نیسانی، دو چهره شناخته شده و موفق جامعه ایرانی، افتتاح دیلرشیپ‌های هومن هاندای و هومن جیپ را در لس آنجلس به آگاهی می‌رسانند. و به همین مناسبت فقط تا پایان این ماه شما می توانید یک جیپ چروکی 2014 را با فقط ماهی $189 لیز کنید. توجه بفرمایید، فقط با ماهی $189 یک جیپ چروکی را لیز کنید. به دیلرشیپ هومن جیپ در تقاطع 405 و منچستر تشریف بیاورید و از قیمت‌های بی‌نظیر و سرویس عالی ما بهره مند شوید. تلفن کد 310 208 0808. یک بار دیگر 310 208 0808. Lease a Chrysler for $189 plus tax with $1,500 down, 24-month closed-end lease on approved credit through Chrysler Financial Services based on 12,000 miles per year, 15 cents per mile excess. هومن جیپ. خانم‌های با سلیقه، شب میهمانی باید آشپزخانه منزل شما تعطیل باشد و شما یکی از میهمانان. آشپزخانه تعطیل، صاحبخانه میهمان. فقط کافی است با کیترینگ میشن رانچ مارکت تماس بگیرید تا رنگین ترین سفره غذا را برای شما پهن کنند. کیترینگ میشن رانچ مارکت با سرویس کامل برای جشن‌ها و میهمانی‌ها با هر تعداد. همچنین میشن رانچ مارکت عرضه کننده انواع میوه و سبزیجات، گوشت قرمز، مرغ، ماهی با مجهزترین بیکری که انواع نان‌های سنگک، تافتون و بربری تازه را تقدیم شما می‌کنند. وسایل خانه و آشپزخانه در میشن رانچ مارکت با کارکنان مهربان و صمیمی در خدمت شما. میشن رانچ مارکت در 23166 لوس الیسوس بولوارد در شهر میشن ویهو. تلفن 949 707 58 79 949 707 58 79. آشپزخانه تعطیل، صاحبخانه میهمان. کیترینگ میشن رانچ مارکت. کلینیک های تصادفات دکتر شهریار راد کایروپرکتور. جهان پر آرام شما می تواند در یک لحظه ناآرام شود. در چنین لحظاتی کلینیک های تصادفات در خدمت شما و وکیل مورد نظر شماست. موفقیت ما بهبودی شماست. 1-800-319-99-92. هر دردی را درمانی باید و هر ناآرامی را آرامش. کلینیک های تصادفات دکتر شهریار راد کایروپرکتور با همکاری پزشکان متخصص ارتوپد، نورولوژی، پین منیجمنت، رادیولوژی، MRI، کات اسکن. موفقیت ما در بهبودی شماست. 1-800-319-99-92. هر دردی را درمانی باید و هر ناآرامی را آرامش.
کنسرت کوروش زولانی یک شنبه 9 نوامبر ساعت 7 شب در اسکریبال کالچرال سنتر. صدای جادویی سنتور با همراهی ارکستر، گروه کور و موسیقی فیلم. فروش بلیط میوزیک باکس، کیو مارکت و brownpapertickets.com. تلفن اطلاعات پرژین آرت 310 477 4141. Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran. هفته‌ای که در پیش داریم. یاران، با خبر شدیم که روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی، طنزنویس مشهور نورالله خرازی درگذشته و روز دوشنبه 3 ماه نوامبر از ساعت 6:30 تا 8:30 با همت گروه فریبرز مطلوب بنی بریت شاخه فریبرز مطلوب مجلس یادبودی برای بزرگداشت او و برای گرامی داشت زندگی پربار او در سینای تمپل برگزار خواهد شد که از همه اهالی قلم، از همه اهالی هنر و پشتبانان فعالیت‌های فرهنگی دعوت می‌کنم که در این جلسه حضور به هم برسونند و عمر پربار نورالله خرازی با نام مستعار نوری در توفیق و در نشریات بسیاری قلم زده و بسیارانی کتاب از او باقی مونده رو به گرامی داشتش بنشینیم با هم دیگر. خبر دیگری که در همین تعطیل آخر هفته به اطلاعاتون میخوام برسونم، برگزاری نمایشگاه نقاشی بانوی نقاش ایرانی، بانوی شهین صراف در دشتی است که کار نقاشی خودش رو از سن 13 سالگی شروع کرده و در رشته امپرسیونیسم کار میکنه و امروز و فردا از ساعت 1 بعد از ظهر تا 9 شب در محل المپیک کلکشن نمایشگاهی از او برقراره. ما به المپیک کلکشن میریم و میدونم هم که فرصت زیادی نداریم، فقط کوتاه با شهین دردشتی در مورد نمایشگاهی صحبت بکنیم و اطلاعات بگیریم برای شما علاقه‌مندان. خانم دردشتی، صبح شما بخیر. صبح شما و شنوندگان خوبتونم بخیر. ما امروز تو با اولین دیدن بارون یک مقداری ترس برداشتم، ولی خب خدا رو شکر دو مرتبه هوا آفتابی شد و روز درخشان لس آنجلس رو داریم. هوای خوب و بد تأثیری در علاقمندان به کار هنر نداره و دوستان و علاقمندان کار شما به دیدار نقاشیتون میان. بفرمایید که چند تا کار داریم به نمایش میذارین خانم؟ من تصمیم گرفتم این دفعه تقریبا حدود 60 تا نقاشی میارم که این 60 تا از تمام گروپ ها، از ایمپرسیونیست هست، از ریالیستیک، still life، abstract و یه مجموعه رو سعی کردم کنار هم قرار بدم که هر کسی با هر سلیقه‌ای که بیاد بتونه با یکی از این نقاشی ها یک ارتباطی برقرار بکنه. مطمئن هستم که رویداد فرهنگی و هنری قابل توجهی است و حتما از دوستان شنونده دعوت میکنم که به دیدار کارهای شهین دردشتی برن در المپیک کلکشن واقع در تقاطع المپیک و ساتل از ساعت 1 تا 9 امروز و ساعت 1 تا 9 بعد از ظهر فردا. خود شما اونجا حضور دارین دیگه در تمام این مدت؟ 100% من البته که هستم و مشتاق دیدن دوستان خواهم بود که تشریف بیارن و ببینن و یه 2 روزی رو در کنارشون باشیم. انشالله که برنامه‌تون با موفقیت کامل برگزار میشه، مطمئن هستم. ما هم به دیدار شما خواهیم آمد. من برنامه این هستش که امروز به دیدار شما بیام و خسته نباشید بابت، میدونم که برگزاری هر نمایشگاه نقاشی چقدر برای خود نقاش و چقدر برای دستاندرکاران برگزاری نمایشگاه زحمت هست، ولی خب فرصتی میدید که ما چشمانمون رو به ضیافت ببریم و به دیدار دستاورد هنرمندان ایرانی بریم هر بار که نمایشگاه برگزار میشه و امروز و فردا نمایشگاه خانم شهین صراف دردشتی است و امید به دیدار علاقمندان به کارهای هنری هم در اونجا داریم. براتون آرزوی موفقیت میکنم خانم دردشتی و موفق و پیروز باشین مثل همیشه که هستین.
Thank you so much. مرسی، خیلی ممنون. قربونش. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خب ما به سرعت به پایان برنامه‌مون نزدیک شدیم. یک اطلاعیه هم بدم در مورد یک تئاتر که فردا روی صحنه خواهد رفت. یک شنبه 2 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. تئاتر ازدواج مشکوک، کار محمد خردادیان. اولین کار تئاتری این هنرمند هست در RATN تئاتر در 44 سفیک سان فرناندو بولوارد یا سان فرناندو رود در شهر گلندل. هفته پیش به دیدار این نمایش رفتیم و کار محمد خردادیان یک کار متفاوت، حضورش روی صحنه حضور بسیار تاثیرگذار و برای نخستین بار هنرمند تصمیم گرفت از زندگی خصوصی خودش با شما صحبت بکنه. به دیدارش برین و قدر این همت والای محمد خردادیان رو بدونید. هنرمندی که سالهاست برای جامعه ایرانی نشاط می‌آفرینه با رقص و موزیک خودش و روی صحنه بودنش. محمد خردادیان خسته نباشید. خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. برای همه شما روزهای خوشی رو آرزو میکنم. سپاسگزاری میکنم از همه مهمانان برنامه که با ما بودند، از خانم دکتر نهضت فرنودی، ندا بلورچی، عطرت الهی، فریبرز داوودیان، دکتر صدرالدین الهی، آقای فرشاد محجور، خانم شهین صراف دردشتی و شما شنوندگانی که همراه ما هستید. تشکر از فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه. اگر با من کار داشتین از طریق سایت من میتونید برای من پیام بفرستید یا homa@homasarshar.com ایمیل بفرستین. تلفن 310 4 700 800 تلفن من هست. خواهش میکنم به فیسبوک من هم مراجعه کنید، صفحه من رو لایک بزنید که از برنامه‌ها و رویدادهایی که در پیش داریم از طریق اون صفحه با اطلاع بشین. روز و روزگارتون خوش. AM لس آنجلس. 7 نکته قانونی هفته تقدیمی پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. بنابر تغییرات و محدودیت‌هایی که در چند سال اخیر در قوانین ورکرز کامپ صدمات ناشی از کار وضع شده، شما حق انتخاب پزشک درمانی خود را ندارید، بلکه تنها شما قادر خواهید بود که از بین لیست اسامی پزشکان انتخابی شرکت بیمه پزشک خود را انتخاب کنید. به خاطر داشته باشید که مراجعه به پزشکی که خارج از لیست شرکت بیمه ورکرز کامپ باشه میتونه باعث مشکلات قانونی در پرونده شما بشه. دفاتر پیام شایانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه. 818 777 77 77. با آشنایی به قوانین حق قانونی خود را بدانید. سلام به شما عزیزان در کالیفرنیای جنوبی. من شهریار یادگاری هستم و برای سپاس از شما در ماه جون، جولای و آگوست لیست اتومبیل‌های اودی A3, A4 و A6 را از همیشه ارزان‌تر به شما ارائه خواهیم کرد. اودی بیورلی هیلز. دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818 201 4504. Our Melody Productions proudly present Las Vegas 2014 Hard Rock Hotel and Casino at the Joint, Thursday, December 25th with Orange. Orange. 25 Band. December 25th, Orange and 25 Band live in concert in Las Vegas, Hard Rock Hotel and Casino at the Joint. برای اطلاعات و رزرویشن با تلفن 818 536 7376 تماس حاصل فرمایید. 818-536-7376
دکتر جمشید آصف، دندانپزشکی شناخته شده و مورد اطمینان هنرمندان هالیوود و شما عزیزان در آفیس مجهز خود آماده پذیرایی از شما میباشند. تمام خدمات دندانپزشکی را از دکتر جمشید آصف بخواهید و مطمئن باشید سالها بعد اثر کار او را کماکان به بهترین شکل در دهان خود دارید. با تغییرات جدید در قوانین مدیکال، دکتر آصف برای راحتی حال شما عزیزان پذیرای آن خواهد بود. آدرس 16661 ونتورا بولوار در شهر انسینو. مطب یکشنبه‌ها نیز باز است. 818 789 8823. اینترنشنال سویتس تقدیم می‌کند تورهای اختصاصی به شمال کالیفرنیا. 2 شب و 3 روز حرکت یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از فرودگاه‌های ایرواین، لس آنجلس و بربنک با راهنمای فارسی زبان و ترانسپورتیشن در شمال کالیفرنیا. صبحانه، نهار و شام کامل با غذاهای ایرانی و غیر ایرانی. اقامت در سویت‌های 2 نفره، بازدید از نپا ولی، داریوش واینری و بزرگترین کازینوی شمال کالیفرنیا. تور خرید از بزرگترین شاپینگ سنترهای شمال کالیفرنیا به همراه دریافت $100 اعتبار برای خرید از میسیز و بلومینگدیلز. برای آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره 818 614 7086 تماس بگیرید. برای مدتی محدود هزینه فقط $599. 818 614 7086